بسم الله الرحمن الرحیم. اولو تانرının adıyla انصاف علی هدایت هستم و برنامه 150 مهندسی جهل رو آغاز میکنم. در این جلسه هم مثل 149 جلسه قبلی تلاش میکنم حداقل یک کتاب ترکی قدیمی دست نوشته خطی تخصصی رو باز بکنیم و باهاش آشنا بشیم و بدونیم که در 250 سال گذشته دشمنانی که در حال غلبه بر ترک ها بودند و به تدریج سرزمین های ترک ها و سپس مغزهای ترکان رو اشغال کردند و در اختیار خودشون گرفتن و مثل موم در دشتشون هر جور که خواستن با اون بازی کردند و نشون دادند و باورمون کردند که ما ترک ها هیچ تاریخ تمدن مکتوب و فکر نداریم، تمدن فکری نداریم، از این زندان آزاد بشیم. تا الان بیش از 250 کتاب رو در این جلسه ها تلاش کردم که من خودم باهاش آشنا بشم و بدونم که برعکس آن چیزی که گفته میشه 250 کتاب تا الان به زبان ترکی و اون هم بسیار کتاب های عمیقی که در وجود داره باهاش آشنا شدیم. در طول تاریخ زبان فارسی قبل از این 100 سال اخیر که زبان فارسی زبان اجباری و دشمنانه ملل در این منطقه شده، قبل از اون در زبان فارسی 250 کتاب شعری هم پیدا نمی کنید. 250 نویسنده پیدا نمی کنید که به زبان فارسی نوشته شده و حتی شعر، در حال که ما در اینجا تلاش کردیم شعرهای اندکی رو معرفی بکنیم و اون هم اشعار کسانی رو که مثلا فکر میکردیم به فارسی شعر گفتن، مثل سلطان سلیمان قانونی یا مثل سلطان مراد یا مثل سلطان سلیم که به ما باورنده بودن که در دربار اینها زبان رسمی زبان فارسی بوده است. و ما دیدیم که این پادشاهان بزرگ و همچنین در یکی دو جلسه قبلی دیدیم که سلطان شاه اسماعیل صفوی اول به زبان ترکی شعر گفته و دیروز با یک شاهکار به نظر من به هر حال گرچه در زبان ترکی و مادری خودم در این 60 سالی که از الله تبارک و تعالی عمر گرفتم آموزش ندیدم، نه اینکه خودم نخواستم آموزش ببینم، این رژیمی که بر ما حاکم بود در 250 سال به خصوص در 120 سال گذشته اجازه نداد 6 نسل از پدران ما ترک ها در زبان مادری و ملی خودشون آموزش ببینند، در زبان ملی، مادری، رسمی، سیاسی، اداری، حقوقی، دینی، آموزشی خودشون و حتی زبان تاریخی خودشون آموزش ببینند. این یک خیانت و یک جنایت علنی علیه ملت ترک بوده. طبیعتا در مورد عرب ها هم همین بوده، در مورد بلوچ هم همین بوده، در مورد ترکمن و قشقایی و لور و گیلک و مازنی و تالشی و اینها هم همین بوده. استثنایی وجود نداره، ولی من در مورد زبان ترکی صحبت میکنم. در این مدت، در همین 150 جلسه 149 جلسه که گاهی 1 ساعت بوده گاهی 2 ساعت بوده، با زبان ترکی یک مقداری آشنا شدم و اون هم برای اینکه خودم رو آموزش بدم و منتظر دولت نباشم که بیاد به من آموزش بده یا ازش مدرسه بخواهم، در سطح دانشگاه و حتی بالاتر از مقاطع اولیه دانشگاهی دارم خودم آموزش میدم. اون هم چی؟ خواندن کتاب هایی که به زبان ترکی در تاریخ در گذشته های چند صد سال پیش نوشته شده و خطی هستش، یعنی هر کتاب امضا و اثر انگشت یک انسان مشخص دیگری است که از کتاب‌های دیگر بسیار متفاوته، از نظر جمله بندی، از نظر کلماتی که به کار میبره، از نظر مفاهیمی که باهاش کار میکنه، از نظر نقاشی کردن صداها به شکل حروف بر روی کتاب، خیلی متفاوته.
در نتیجه تلاش کردم و تلاش میکنم. دیروز با یک کتاب بسیار ذی قیمتی آشنا شدم که از دیروز تا الان جزو خواب و بیداری من بوده. قرآنی که دیروز ما برای ترجمه ترکی اون تلاش کردیم، هم عربی هم ترکی اون، واقعا یک شاهکار ادبی و ترجمه لغات عربی به ترکی بوده. میدونیم که قرآن یکی از کتاب‌های سخت و بسیار به هر حال معجزه، حداقل عرب‌ها به عنوان معجزه قبول کردند. یعنی بگیم که 90% انسان‌هایی که به زبان عربی زبان مادریشون هستش و باهاش زاده میشن و باهاش میمیرن و درش کتاب‌های بسیار بزرگ و سنگینی نوشته‌اند، معتقدن که قرآن یک معجزه ادبی هستش، یک معجزه زبانی هستش. با یک چنین اثر سترگ و بزرگی روبرو هستیم که آن را شما بتونید به زبان ترکی برگردانید. من دیروز تقریبا فکر کنم حدود 10 صفحه از این کتاب عظیم رو ترکی هاش و عربی هاش رو تلاش کردم بخونم. واقعا یک شاهکار بی‌نظیر ادبی بود به نظر من. منی که در زبان ترکی هیچ آموزشی ندیدم، با شاهکارهای ادبی اون آشنا نیستم، ولی به خاطر این 250 کتابی که تا الان در این 150 جلسه ورق زدم، میتونم به یه تصمیم‌های جزئی در حد سواد خودم، در حد این آموزشی که خودم از این 150 جلد کتاب گرفتم، بگم که در میان این 150 جلد اشعار بسیار عمیقی وجود داشت، ترجمه های بسیار زیبایی از اشعار فارسی و اشعار غیری، کتاب های فرانسوی و آلمانی و روسی و اینها وجود داشته، کتاب های بسیار عجیب و عمیقی در پزشکی انسانی، پزشکی حیوانی، داروهای انسانی، داروهای حیوانی وجود داشت، در مورد فقه و قوانین و ارث و میراث و جغرافیا و تاریخ و اندازه‌گیری زمین و اندازه‌گیری فاصله خورشید و اینها، آموزش کار با دستگاه‌های استرلاب و اینها وجود داشت. ولی هیچ کدام به پای ترجمه‌ای که از قرآن دیروز خواندم و لذتی که ازش گرفتم وجود نداشت و فکر نکنم وجود داشته باشه. خیلی عالی ترجمه کرده بود، خیلی زیبا کلمات رو نوشته بود و کاش الله این فرصت رو به من بده که بتونم هر روز 1-2 صفحه از این کتاب رو بخونم و زبان ترکی من توسعه پیدا بکنه، مغز ترکی من، احساسات ترکی من، تمدن و مدنیت و اویغورلوق ترکی من توسعه پیدا بکنه و برگرده به جای اون جمادت و سنگینی اون زبان فارسی برگرده. زبان فارسی مثل سنگ جامده، هر جا بندازید اونجا میمونه و تحرک نمیکنه، قابل رشد نیست، زبانی نیستش که رشد بکنه. چون خودش نمیتونه رشد بکنه، انسانهایی هم که اون رو یاد میگیرن از نظر مغزی جامد میشن، مغزشون نمیتونه. یک وقت یه مغز عادت میکنه به اینکه میتونه هی بشکنه و بزرگتر بشه، ولی یک وقت هستش که یه مغز بعد از یه مدتی عادت میکنه نه من باید جامد باشم، چون اون معنا و مفاهیمی که زبان از طریق زبان وارد ذهن میشه، یه وقت هستش که توسعه دهنده هست، یه وقت هستش که استاپ کننده، متوقف کننده، ساکن، سنگین، جامد کننده هستش، یخ زننده هستش. اینها بسیار متفاوتن و هر زبانی کارکردی داره. برای همین بین ملل در دنیا ملت هایی هستن که توسعه پیدا میکنن. زبان انگلیسی یکی از بدترین زبانهای ممکن در روی زمینه، نه املایی داره، نه قاعده‌ای برای املا داره، نه کلماتش میشه کلماتش رو نوشت. یک زبان بسازه و بگه من در حال توسعه‌ام، این خیلی مهمه. ولی زبان ترکی، زبان و عربی، من این دو زبان رو حالا یه مقدار میشناسم
و زبان انگلیسی رو میشناسم. یه حدودی، من حتی تو زبان انگلیسی ضعیف هستم، نمیگم که چیز هستش، در زبان عربی ضعیف هستم، ولی خب یه حدودی در حدی که حالا آشنایی دارم. زبان ترکی زبان بسیار متحرک و پویایی هستش. خب امیدوارم که دوستان برگردید و این کتابی که دیروز خود من برگردم اول و این کتابی که دیروز خوندیم رو بتونیم دوباره بخونیم و ازش استفاده بکنیم. بریم ببینیم که برای شانس حالا من همون کتاب رو دوباره اینجا تلاش میکنم که بذارم. بذار ببینیم کجا بود. اخلاقیات که گفته بود اونا نبود. قرآن عربجه، این رو دوباره باز میکنم که با هم ببینیم چی به چی بوده. این همون قرآنی هستش که دیروز خوندیم. من اولش میارم این رو. این در 963 نوشته شده بود. همونطور که دیروز عرض کردم به نظر من میاد که این کتاب قدیمی تر از این تاریخ باشه، ولی به هر حال اما این کتابی که امروز میخونیم، اول این قرآن رو بذار ببینیم این چی بود. قرآن عربی، حالا دوتا اینجا شد. اوکی، این قرآن عربی رو دوباره من نشون میدم برای دوستانی که بخوان باهاش آشنا بشن. با این شکل آغاز میشه و وقفیت الامیر الغازی للفکر القرآنی هستش که مهرش در همه صفحات هستش. کتاب در اول و آخرش خیلی آسیب دیده، ولی بعد از یه مدتی که باهاش آشنا بشید یه بخش‌های خیلی عالی، حالا اون اول و آخرش رو اگر نتونیم من بخونیم مهم نیست، چون که خیلی چیز زیادی رو از دست نمیدیم، ولی کتاب واقعا یه شاهکار در زبان ترکی و ترجمه از زبان عربی به زبان ترکی هستش. حالا بریم برای امروز ببینیم چه کتابی به شانس ما در اومد که این رو الان این کتاب هم ظاهرا قدش بلنده. حالا این جلدش ظاهرا این باید جلد باشه. خب از اینجا شروع میشه این کتاب. حالا صفحه رو باز کرده میبینیم که یه مقدار نمیدونم کاغذ زرده یا اینکه در اثر گذشت زمان اینجوری شده و اینجا میبینیم که این قسمتی که شیرازه گفته میشه و کتاب اونجا به هم میچسبه، ورقها یا به هم میدوزن، در گذشته میدوختن و الان چسب میکنن. این کتاب رو اینجا میبینید که یه مقدار آسیب دیدگی درش هست. این کتاب در سلیمانیه کتابخانه‌ای نگهداری میشه، خیلی عالی هستش و اینجا ما یه نوشته هایی رو میبینیم. حالا برمیگردیم و یه نگاهی بهش میندازیم ببینیم چی هستش. در بالای اینجا در PDF نوشتن که اسم کتاب غوث الاعظم ربانی عبدالقادر گیلانی. عبدالقادر گیلانی یکی از ظاهرا زهاد و عباد و حالا عارفان بوده که یه چیزایی نوشته. ببینیم که اینجا در مورد چی میگه. این کتاب 21 صفحه و برگ هستش. 21 برگه، یعنی 42 صفحه باید باشه. خط رو حالا برمیگردیم دوباره. من الان به آخر کتاب رسیدم، تقریبا دیگه این آخرین صفحه کتاب هستش. دوباره مهر کتابخانه اینجا هست و اینجا 20 رو زده، یعنی 40. جلدش و اینا رو هم حساب میکنه. معمولا PDF که میشه یه مقدار زیادتر میشه. اول اینجا ببینیم که این ظاهرا این کتاب الان که بزرگ کردم کاغذ کاهی هستش، یعنی رنگش زرده. آسیب دیدگی رو میبینیم در بخشی از کتاب. غوث الاعظم ربانی این اسم کتاب هست ظاهرا. جناب شیخ
سیر یا سید عبدالقادر، احتمالا اینجا گیلانی باید بخونیم. حضرتلerinden اوراد ذکرها، اذکار dini, cümelat dini. Şərifləri tərcüməsidir. Avrad şərifləri tərcüməsidir. این ترجمه از جملات هستش که ایشون ذکر میکرده، میگفته، تکرار میکرده احتمالاً. الصلاة و السلام علیک یا رسول الله. Allah Teala ve təqəddüsi Həzrətlərinin salavat ve selami senin ya sende üzerine olsun ey Resul Rabbül Alemin. Es-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Salat ve selam senin üzerine olsun ey خدانın حبیبی. حالا اینجا اگه دوستان دقت بکنید، ما اینجا با یک عرض کردم هر کتابی یک اثر انگشت منحصر به فردیه. نگاه کنید الان اینجا ما با یه خط جالبی روبرو هستیم، مثلا خدانون عالمین اونجا رو نگاه بکنید، یا حضرتلرنون نگاه کنید. وقتی میرسه به کاف حضرتلرین نون، اینجا باید یک کاف آخرش میذاره و این کاف بر میگرده. حالا یک کافی هست که کشیده نداره و این مثل لام میاد بزرگ و بعد بر میگرده یه دایره مانند این وسط میزنه. این همون کاف و نون هستش. یا عالمین رو اگه نگاه بکنید مثل عالم یه هستش، یه نوشته میشه. این رو ما یواش یواش باید بدونیم که این حالا یه مثل چی بگیم، حالا به هر حال شیوه نوشتن یه و نون هستش در این کلمات. اینجا خدانون هم همین، این کاف آخر خدانون. وقتی این نون دوم رو میگیم واقعا دهن بسته میشه و نون از اینجا میاد. خدانون. الصلاة و السلام علیک یا خلیل الله. صلات و سلام senin üzerine olsun ey Allah'ın خلیلی. حالا اینجا این اللهن رو مثل اونها ننوشته، این که رو و نون آخر رو مثل بقیه ننوشته. خلیلی. الصلاة و السلام علیک یا نبی الله. صلات و سلام senin üzerine olsun ey Allah Teala'nın نبی زی شرفی. حالا اینجا برای اینها یه چیزایی، عدد یک رو اینجا گذاشته بود بالا و عدد دو رو این پایین میبینیم که گذاشته و اینجا دوباره عدد دو رو دو بار گذاشته. حالا ببینیم چی میشه. یک، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. نظم جلیلی بو صحنه حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم افندی. حالا اینجا دیگه میاد اینها رو توضیح میده. الصلاة و السلام علیک یا صفی الله. این دیگه حالا بریم یه صفحه بعد رو بخونیم ببینیم که چیزی ازش داره. من الصلاة و السلام علیک یا من şerefeh Allah ya şerefeh Allah. Salat ve selam senin üzerine olsun ey Cenab-ı Hakk'ın şerif ve âli ve vekdi zat-ı mükerrem sıfat. این قلدغی احتمالاً باشه، قلدغی شریف و عالی، قلدغی ذات مکرم صفات. الصلاة و السلام علیک یا من کرمه الله. salat ve selam senin üzerine olsun ey Allah azimüşşan'in kerem kona gör ile mükerrem و الفی ذات عالی.
حالا اینجا یه کلمه نوشته شده که نتونستم بخونم و اینجا هم یه کلمه کرم کرنا یا چرم کونا یا گویا ایله، اینجا هم یه چیزی هستش که این کلمه ها رو نتونستم بخونم. بریم صفحه بیشتر، یه چند صفحه بالاتر ببینیم که آیا جمله ها تغییر میکنه. اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الملیح یار بالذات انصاف تکرین. نه دیگه این خط خیلی چیز میشه. خب این علی اشرف خلائق الانسانیه منوال مذکور üzere olan salavat ve tehiyyatı ve تعظیمات و تکری و تنریتکی مخلوقات انسانیانın اشرف و اعلای اولان ذات جمیل جمیع الصفات üzerine kıl. حالا بعضی از کلمات رو به خاطر این آشنایی با کلمات عربی و ترکی یواش یواش میتونم بخونم، ولی بعضی از کلمات رو واقعا گاهن نمیشه خوند. این همه و من به علم و الحلم و الحکم اول سید عالم چی شد؟ اول سید عالم جمیع علومون و انواع حلم و حکمتون منبعیدür. مظهر السر جود الجزئی و الکلی. عربیش اینه مظهر سر الجود الجزئی و الکلی اول نبی محترم جود کلی و جزئی الهی sirrinin inkişaf ettiği mir'at حقیقت‌دür. ترجمه خیلی زیباست، خیلی زیبا. یه چند صفحه هم بریم جلوتر ببینیم که در اینجا صفحه تغییر میکنه. ببینیم اینجا چی گفته. ایشبو اوراد شریفه قادریه کلام. این احتمالاً اون رهبر شاخه قادریه هستش، احتمالاً قادریه کاملاً صلوات شریف دیه عبارت شریفیندن، احتمالاً شریفتن عبارت بو از الفی جریده، نمیدونم این چی شد دیگه. حالا یه مقدار شیخ محمد شافعی ابنی جنوری یا جزوری ابن جزوری شیخ محمد شافعی'nin مفتاح حسن hakkında beyan buyurduğu خصائص علیه صلوات şerife'nin de bir tercüme alavesine şuru olundi. Seyyid-i kainat mağfer mevcudat sallallahu teala aleyhi ve sellem efendi hazretlerine salavat-ı şerife getirmenin hısais-i celiliye ve fevaid-i cezilesi aded ihsaiye külliye cümeli. حالا انکار olub یا آشکار olubdu. Ana aşkar olubdu. Cümlesi ana aşkar olub. Orada şeyh müşarı ile ansün bazıları beyane ve tedad ile bir buyurmuştur ki bir kimse Nebi Zişan'ın اخوز حضرتine اخذ من حضرتine احتمالا یه چنین چیزی باید بخونیم.
salavat ve selam getirdiklere hem İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen-nebî ya eyyühellezîne âmenû sallu aleyhi ve sellûmû teslîmâ nazm cemî'e mucibincen nazm celîlî mucibincen ve vefâye فرمان سبحانیه افعال اتمیه یا افتعال اتمیه احتمالاً یا اقبال اتمیه حمده اوامر mühemmede vacib Teala ve takaddus hazretleriyle meleklerine muvafıkat eylemenin olur ya eylemesen olur. حالا اینجا یه مقدار رفته برای توضیح اونها، یعنی از کلام اون عارف گیلانی بیرون رفته. بذاریم ببینیم این سلسله شریف حضرت پیر دستگیر در مورد حالا این اجدادشون رو صحبت میکنه. بریم صفحه آخر ببینیم که این کتاب در چه تاریخی حداقل ترجمه شده، بتونیم این رو ببینیم. Sonra Evliya Efendimiz Hazretleri tarih-i hicret nebevinin 470. salinde qədəm nəhade aləm şuhud olub. Qədəm nəhade aləm şuhud olub 91 sene ömr olduktan sonra، اینجا عمر من میخونم ولی عمر نیست، سنه muammer ehtimalen muammer olduktan sonra 561. senesinde terk-i hayat müstear ile azim dar قرار olmuştur. عشق لفظی بی حساب ابجد. حالا نگاه کنید این ابجد رو داره میگه، عشق لفظی به حساب ابجد. ابجد یا حالا یه هر حرفی یک عددی براش در نظر گرفتن، نمیدونم چرا، و این هم خود عدد و هم حروف در عرفان اسلامی یه مکتب جداگانه ای رو تشکیل داده که ما باهاش خیلی من اصلا باهاش نیستم. عشق لفظی، لفظ عشق عین شین گاف، این دوتا به حساب ابجد 470 عددینی و کمال لفظینی و کمال لفظیده یا کمال لفظ، کمال باید باشه، کمال که میم الف لام لفظیده 91 عدد 91 رو 91 عددینی احتوا etmiştir. یعنی این حالا این دوتا کلمه عشق و کمال 470 و 91 احتوا etmiş. نظرا جناب پیرون تاریخ ولادتی عشق، میگه که این در تاریخ فلان عاشق به دنیا اومده دیگه، عشق و یعنی 470 و ارتحالی ده کمال عشق olur. کمال عشق دوتایی با هم ترکیب بشه 470 به علاوه 91 میشه 561 فکر میکنم. احتوا etmiş نظرا جناب پیرون تاریخ ولادت عشق و ارتحالleri de کمال عشق olur ki ani şu یا ani şu cid ati cile eylemiştir. حالا این دیگه نمیدونم چیه. ani şu cid ati cümleyi eylemiştir. آب باز ایل سلطانلر الرجال، احتمالا این ابد بازان سلطان رجال جاوی اشکن وفات فی کمال. احتمالا اینه جا
جاء فی عشق و مات فی کمال. این دوتا حالا میگه که در تاریخ عشق به دنیا اومده، در کمال هم از دنیا رفته. میگه از روی این میشه فهمید که عمرش این بوده. حالا یه چنین چیزی گفتن. بریم یه کتاب دیگر باز بکنیم. این کتاب به هر حال یک چیزی بود که خوندیم. حالا یک وصیت‌نامه حقی هستش. ببینیم این وصیت چی هستش. مثلا الان امروز ما داریم این دومین کتابیه که میخوایم ورق بزنیم. ظاهرا این کتاب هم در 210 صفحه کتابی در 105 برگ که 2 صفحه داره هر برگ نوشته شده. کتاب رو کوچیک میکنیم که در صفحه جا بگیره، دیگه بیش از اینم کوچیک نمیشه. معلومه که این کتاب بلند هستش. این الان پشت جلد رو باز کرده، کتاب رو به رو خوابونده، صفحات به روی میز هست. فرض بکنید از 2 جلد کتاب رو میبینید که این سمت راستش این طرف دستم به نظر میاد پایان کتاب باید باشه و این وسط که سیاه هستش شیرازه کتاب هست و این قسمت هم آغاز کتاب هست، سمت راست کتاب هست. حالا نگاه اگه دقت بکنید این کتاب چرمی هست، اما وسط این کتاب یا کاغذ چسبوندن و یا اینکه چرم از بین رفته دوباره. حالا میبینیم که آسیب دیدگی رو میبینیم، حتی سوخته. این کتاب هم سوخته هم آب ریختن روش، احتمالاً اول سوخته بعد آب ریختن روش و میبینید که چه بلایی سرش اومده. اینجا هم اگر این قسمت رو، این دست من اگه این طرف رو ببینید، سمت چپ رو ببینید، صفحه ها با لبه صفحه ها یا تیغه صفحه ها هم کاملا هم آسیب دیده و هم در اثر تماس و ممارست با دست رنگش عوض شده و تا هم شده. این داخل جلد هست و صفحه اول وصیت‌نامه حقی افندی رحمت الله علیه. حالا این بمونه، برمیگردیم و تلاش میکنیم این رو بخونیم. این یه وصیت‌نامه است و اینجا شما با یه خطی روبرو میشید. در صفحه این پایین هم دوباره همین هستش، یه خطی هستش که یه تاریخی هم گذاشته و خط زدن روش 1230 من اینجا میتونم تشخیص بدم ولی خط خورده. اینجا دوباره در زیر یه چیز دیگری هم هستش که نمیشه کاملا خوند. این کتاب هم در کتابخانه سلیمانیه نگهداری میشه. اینجا خیلی حالا نمیدونم اینو میشه خوند یا نه، تلاش میکنم ببینم که چی هست. واو، نگاه کنید همین خط ادامه داره به همین شکل و این هم دوباره این چقدر انبال داشته. احتمالاً حالا بذار ببینیم این چی هست. از این قسمت که جدا خارج بشیم، اینجا کتاب رو باز میبینیم که 3 طرف هر صفحه برای نوشتن جا گذاشته شده. خط در اینجا یه مقدار از این خط یه مقدار تغییر میکنه، کوچیکتر میشه. حالا از حداقل از نظر ظاهری کوچیکتر میشه و کلمات بیشتر به هم اینجا میبینیم کلمات خیلی به هم نزدیکن و همین که سطرها به هم نزدیکن. در نوشتن این بعضی از کلمات رو قرمز با رنگ قرمز نوشته و در صفحه اینجا میبینیم، حالا برمیگردیم اینجا رو نشون میدم، یه جمله‌ای نوشته توافق درلر اسمینه گده درت ایله. حالا این چی هست باید بزرگش بکنیم بخونیم. با قلم قرمز خط کشیده که اینجا رو نمیخواد. حالا وسط هم یک کلمه رو گذاشته از روش پریده، یعنی این کلمه رو مورد نظرش هستش. در این صفحه که آسیب هم دیده، به شدت آسیب دیده، ما کتاب رو میبینیم برعکس معکوس کردن و یه چیزهای معکوس اینجا نوشتن و محاسبه کردن و اینجا البته میبینیم که یک چیزهایی رو نوشتن که حالا نمیدونیم. این چند صفحه خالی هست و دوباره
رفته و یک وصیت، حالا مثل یک کتاب هایی که قبلا در مورد وصیت خونده بودیم که چجوری باید این اموال رو، یک کسی اموال داره، فرض بکنیم یکی یه مقدار اموال داره، زمین داره، مغازه داره، نمیدونم باغ داره، درخت داره، خانه داره، دیگه چی بگیم، پول داره، طلا داره، نمیدونم از این حرفا. حالا میخواد این رو در بین زنان، دختران، مادر، پدر، فرزندان پسر و فرزندان دختر، احتمالاً مادر بزرگ، پدر بزرگ ها، همچنین در میان نوه ها تقسیم بکنه، نتیجه ها و اینها تقسیم بکنه. خب برای هر کدوم از نظر شرع محمدی، دین محمدی، حالا شرعی که ما داریم صحبت میکنیم ربطی به حضرت رسول نداره، اینها محاسبات روحانیان هستش. من نمیدونم اصلا در مورد میراث در قرآن آیاتی وجود داره یا نه، و اگر وجود داره چند تا آیه وجود داره که در مورد چه چیزهایی صحبت میکنه که این همه اینجا اومدن محاسبات بسیار ریز و دقیق ریاضی انجام دادن که مثلا اگر یه آدمی 10 گرم طلا داشته باشه و بخواد این رو در بین 20 نفر تقسیم بکنه که حالا این یه تعدادی از این 20 نفر پدر بزرگ و مادر بزرگ، بعد پدر و مادر و بعد زنان و بعد دختران و بعد پسران و بعد نمیدونم نوه هستش، حالا اگر یکی از اینها مرده باشه سهم بقیه چطور میشه، اینها خیلی خیلی مسائل ریز و جزئی هستش که ربطی به اسلام نداره، ربطی به دین حضرت محمد نداره. اینها محاسبات و ریاضیات تقسیم بندی حتی من احتمال میدم که این تقسیم بندی و این محاسبات از مالزی و اندونزی با مصر و عراق و ایران هم فرق داشته باشه. یعنی احتمالاً در اینها یا در ترکیه، در کشورهای اسلامی از افریقا گرفته تا آسیا و اروپا، احتمالاً اینها روش محاسبهشون با توجه به تاریخ و تجربه‌ای که اون کشورها داشتند فرق بکنه. نوع اقتصاد اونها در این قضیه تأثیر میذاره، نقش زن، نقش مرد، آیا اینکه در یک جامعه مرد زیاده یا زن زیاده، این در اون نقش خواهد داشت. ممکنه در یک جامعه زنها خیلی کم باشن و تعداد مردها بیشتر باشه، در اینجا خب ارزش زن میره بالاتر. در جامعه‌ای که زنها خیلی زیاد باشن و مردها خیلی کم باشن، اونجا ارزش مردها میره بالاتر. یا در جاهایی که دائما در جنگ باشه، مردها خیلی اهمیت پیدا میکنن. در جاهایی که تولید ثروت احتمالاً در دست زنان باشه، مثل شمال جایی که امروزه ایران میگن، مثل شمال، حالا مازندران و گیلان و ترکمن صحرا، به نظرم اونجا فرق باید بکنه. حالا در ایران که نمیتونه فرق بکنه چون که یک سیستم خاصی در اونجا در سالهای گذشته حاکم بوده. دوباره اینجا ما با یک محاسبات و کادرهایی برای انجام محاسبه روبرو هستیم که هنوز پر نشده. یعنی این کتاب ناقص مونده، در اصل بسیار ناقص مونده، چون که کادرها رو رسم کردن که بنویسن و ننوشتن، و یا جا برای مثلا نگاه کنید اینجا صفحات سفیدی گذاشتن که یه چیزهایی رو بنویسن و از طریق نوشته و بعد از طریق ریاضیات بیان اینها رو جمع ببندن، یعنی بنویسن و انجام بدن که به هر حال یا عمر نرسیده یا اتفاقی افتاده که این کتاب اونجاها نوشته نشده. و اینجا همینطور ما با این وضعیت مواجه هستیم. من یه مقدار فقط این کتاب رو نشون میدم ببینید، چون که این رو نمیتونم بخونم. برای من از نظر این که با این اصطلاحات و محاسبات آشنایی ندارم، این کتاب بسیار سخت و درکش بسیار سخت‌تر خواهد بود
نمیتونم. از طرف دیگه خطش یه شکلی هستش که احتمالا نمیتونم باهاش ارتباط برقرار بکنم یا ارتباط ناقصی برقرار میکنم. ملاحظه میکنید که در هر ستون، در هر جدول، در هر خانه ای از جدول یک چیزی رو نوشته و یه عددی رو گذاشته و یه محاسباتی رو انجام کرده که خب من ازش سر در نمیارم. مثلا اینجا گفته مخرج 8 در زیر 8 5 در بعد زیر خط کشیده، گفته 8 5 تا 40 تا احتمالاً ضرب کرده و بعد عدد با عدد 36 احتمالاً ضرب کرده، 40 رو با 36 ضرب کرده، احتمالاً شده 1440. خب این چجوری به دست اومده؟ این 8 از کجا بوده و 5 از کجا بوده و این 36 از کجا اومده که ضرب در این 40 شده؟ دیگه اینها رو من نمیدونم و البته که میشه فهمید، یعنی باید، و اگر یک کسی تخصص داره در این مسئله میتونه یا بخواد تخصصی یاد بگیره میتونه ازش استفاده بکنه. اینجا هم دوباره همون جدول ها رو با شکل های دیگری میبینیم. در اینجا دوباره ما این آبرفتگی در کتاب رو در همه جا میبینیم. اینجا دوباره با صفحاتی روبرو هستیم که کادربندی شده، جدول بندی شده، جا برای بحث و مباحثه گذاشته شده، اما یا عمر اجازه نداده یا اینکه اصلا یه عجله‌ای در کار بوده، کتاب رو کامل انجام ندادن. مثلا اینجا نگاه کنید، یک اعدادی رو نوشتن و یه جداولی رو عرض کردن، مثلا ابن قاسم. حالا این بچه ها رو زوجه زینب، ام عایشه، بنت گلسوم، بنت رقیه، ابن قاسم، مسئله فیلیت. نگاه کنید اول اسامی اینها رو میذاره و میخواد اینها رو زوجه زینب، زنش اسمش زینب هستش، مادرش عایشه هستش، این نمره 3 هستش. اینجا نمیدونم صدس چی هست، 4 دوباره. اینجا یه می 17 گذاشته، ما تا عمر مزبور. حالا دیگه بنت گلسوم، حالا دختر گلسوم، بنت رقیه، این هم دختر رقیه هستش، ابن قاسم، فرزند قاسم هستش دیگه. اینا خیلی زیاده و برای هر کدوم یه نوع نشسته یه محاسباتی کرده. نمیدونم این 12 سهمش چی بوده، ضرب در 62 شده 756 و ضرب در 4 شده 3024، ضرب در 3 شده 9072، ضرب در 3 شده 27316، ضرب در 2 شده 54432. حالا برای همه یه چنین اعدادی رو گذاشتم. این 12 شروع شده بود، این 16 هستش، این 17 هستش، این هم 17 هستش و این ابن قاسم هم 34. همه اینها به 63 ضرب میشه. نگاه کنید خیلی مسائل پیچیده‌ای هستش که حالا چجوری و چرا اینجوری شده نمیدونم دیگه. این کتاب رو فقط با یه سرعتی نگاه. اینجا مثلا حالا اومده با نقطه چین هایی اومده یه کارهایی رو کرده که دیگه واقعا سخته که اینها رو سر در بیارم ازش. البته دوستانی که با ریاضیات و اینها کار دارن انجام دادن و باش آشنا هستن، اینها براشون احتمالاً آب خوردن هست یا اینکه میتونن ازش یه چیزهایی یاد بگیرن. احتمالاً در فقه و حقوق از این باید استفاده بشه، اما من فکر میکنم هیچ قاضی در ایران در این باره چیز نداره، علم و معلوماتی نداره. یعنی میتونم قسم بخورم در این دادگاهی که در ایران وجود داره و به مسائل مالی و تقسیم ارث و میراث در بین ورثه ها میرسه، هیچ کدوم با این علم که الان اینجا داریم با این کتاب آشنا میشیم آشنایی ندارن. حالا من برمیگردم اول صفحه ببینیم که این چی هست. احتمالاً نتونم ازش خیلی استفاده بکنم. وصیت‌نامه، بذارید این رو، وصیت‌نامه حقی افندی رحمت الله تعالی علیه. Gönül yar hatırın hoş tut.
این من یار خوندم ولی یه اون حالت ر زیرش یه نقطه هستش، یاب احتمالاً. گönül یاب خاطرون خوش دود. اینجا توت و دود هر دوتا در زبان ترکی گفتیم ت با د تبدیل میشه، برای همین با ت دسته‌دار نوشته که مشخص بکنه. حقین incitme bir cani. این شعر احتمالا اینجاش. Gönül yar خاطرون خوش دود حقین incitme bir cani که هر kim her kime her ne eder kendi bulur ani. شعر این بوده. Dilek hifz eyle halgün eyni oturup eylegen ya eyleyen söyle eybün ستر eder ستار alırsan feyz و غفرانی. حالا اینجا شعر ادامه داشته، من دیگه اینجا رو مثل شعر نخوندم. Dilün hifz eyle halgün eybini oturup ilgin söyle eybün sitr eder settar olursan feyz و غفرانی. Güzel sözü ile nütge yüzün gıybette sözüyle zekke yüzün gıybette sena ile bu boş kütübette ya künbette can eşit bul canda canani. Gönülde بیت، حالا اینجا بعضی جاها خونده نمیشه یا من نمیتونم بخونم. گلر ایره خوش ادبلی اول یقین بیل حاضر ناظر گمو قلبه او سلطانی. امورون، حالا اینجا یه چیزی هم نوشته مثل عدد 56 که نمیدونم چی هست. امورون حق تعظیم ادیت جمیع خلق شفقت قل بلورسن رحمت رحمانی. هنوز شعر فکر میکنم اینجاها. اولورسن مرحمت کانی یمان سانانه سن یخشی سانوب. یامان سانانه سن یخشی سانوب. یامان یعنی انسانی که تو رو بد میدونن. یامان سنانه زن میکنن، سانماق زن یک کلمه عربی هستش اینجا سانماق. یامان سنانه سن یخشی سانوب قهر ادنه لطفت. قهر küsen، این کسی که قهر بکنه. قهر ادنه لطفت یمانه یخشی etmek فرق در حیواندن انسانه. خیلی زیبا. نه گلسه خیر و şer hakdendir ani kimseden sanma ki her gahr içre gizledir hak yüz lütfu ihsani. Ne gelse خیر و şer hakdendir ani kimseden sanma ki her gahr içre gizlidir hakkın yüz lütfu ihsانی. هر قهر و کسمقی که وجود داره میگه در داخلش یه چیزی از لطف خدا پوشیده است. چرا انسان ها از هم قهر میکنن؟ این خیلی مهم، برای اینکه اون کسی که قهر میکنه، اون کسی که ازش چیزه خیلی دوستش داره و یه چیز عملی رخ داده که قلب این شکسته. خیلی حرف جالبیه. بلاسی bal gahr lütfüdür. Balası bal gahri lütfüdür. حرف جالبی داره. بلاسی bal gahr lütfüdür. غم çekmesen zira bela miktarı her قلبه erişir اون ربانی. اون یاری، کمک. و در ترکی میشه چیز
yardım. Bu tevhid tevekkül birle tefviz tahammül gül ve teslim rizaden ir haqqi sen. حالا اینجا دیگه اولفانی، حالا اینجا اومدن یه حرفی رو نوشته، حالا این چی هست، آیا تمرین میکردن، آیا یه چیز رو مینوشتن، این دیگه مشخص نیست. حالا اینجا اومده بسم الله الرحمن الرحیم، این کتاب وقفنامه شروع شده، ولی حالا اینو یعنی این مفاهیم رو من یه چند سطر میخونم، متوجه میشید چرا نمیخوام این کتاب رو بخونم، برای اینکه ازش سر در نمیارم. بسم الله الرحمن الرحیم، بیان احتمالاً سببی نه، بیان سببی نه. birbirinin misli, bir ikinin nisfi. Birbirinin nisfi, bir ikinin nisfi. Bir üçün, sülasünün nisfi, bir dördün rüb'i, براجون سلسی. این حالا دیگه چی هست؟ یه ته دسته دارم بالاش گذاشته که نمیدونم این یعنی چی. bir üçün همان احتمالاً sülsü. Bir dördün nisfinin nisfi, bir beşin humsi, bir altının seddüs, bir altının sülsünün nisfi, bir altının sülasanın nisfinin nisfi, bir altının nisfinin sülsi, bir altının nisfinin sülasasının nisfi, bir altının nisfinin sülsünün sülsi. یعنی نگاه کنید عدد رو میگه، یه عدد، حالا birbirinin misli، یک مثل یک دیگر. فرض بکنیم یک ریال داریم، مثل یک ریال هستش. این دیگه هر چیزی خواستم سیب بگم، اینا دیدم نه، اینا با هم فرق داره، اندازهشون، مزهشون اینا با هم فرق داره. ولی birbirinin یه ریال، یه تومن که مثلا حالا جنسش یکیه دیگه، اینجا در نظر داشته باشیم و در یه تاریخی ضرب شده، اینجوری بگیم birbirinin misli، یک مثل همون یک هستش، یک ریال عین همون یک ریال، یک تومن عین همون یک تومن که یک تاریخ، یک جنس، یک اندازه هستش. bir ikinin nisfi، حالا بیر نصف دو هستش، یه دو تومن داریم، نصفش میشه یک. bir üçün sülasasının nisfi، یه سه تومن، یه تومنی داریم که یک نصف سه هستش. نمیدونم این چجوری باید، یعنی این سلاسانون یعنی سگانه، یک از سه تا نصف سه هستش. ما سه تا داریم، از سه تا این سه تا هر کدوم نصف این سه هستن دیگه، اینجوری میخواد بگه. من میگم خیلی سخته، من bir dördün rüb'i، از 4 تا یه تومنی یکی میشه 1/4. اینو میخواد بگه. اونجا میخواست بگه 1/3. این 1/3 رو اونجوری گفته. bir dördün rüb'i 1/4 گفتیم. bir üçün süls، حالا دیگه بقیهش پیچیده میشه، من دیگه نمیتونم ادامه بدم و همینجوری ادامه داره. نگاه کنید حالا bir on ikinin nisfinin seddüs، bir on ikinin seddüs دیگه از نصف 12 میشه احتمالاً 6. اینجوری احتمال میدم اینجوری میشه، یعنی من باید اینجوری بخونم، فهمم از عربی و این چیزی که ترکی که اینجا نوشته این میشه. bir on ikinin nisfinin sülsünün nisfi،
حالا 1 از نصف ثلث نصف یعنی چی؟ من سر در نمیارم دیگه. برای هم این رشته برای من خیلی سخته. البته بعضی جاها عددم گذاشته که دیگه مثلا گفته که اینجا پایین، حالا یه جایی بنویسین، گفته که جزءünden bir cüz'i misli، حالا اینجا دیگه یه چیز دیگری نوشته که من دیگه اصلا نمیفهم. مثلا گفته که rüb'e 1 24'den sülsünün nisfinin nisfi، 1/4 24 میشه نصف سومش. یعنی چی؟ خیلی پیچیده است. من برای همین با اجازهتون این کتاب رو دیگه ادامه نمیدم. اینجا یه جایی رسیده که یه کلمه‌ای هست، بذارید ببینیم این قسمت ها آیا یه چیزی هستش که من بتونم. فصل اخوات لایک yedi hali var. Nisfi lil vahide sulsani lil akz inde ademi akhvat laha اوهو. این عربیه. بذارید صفحه بعدی ببینیم که آیا ترکی هست یا عربیه. میگه حالا بازم اینجا استقامت موافق مباینت اصل مسئله ده sülsü زوجانın یا زوجاتın sehmi 3-3'e müstegim dafa hacet ile darbi asli meselede 4 benatun sehmi 16 adettir. Dest 4 16 ya müstegim fela hacete ila zarb، نیازی به ضربم نیستش. اصل مسئله ده جدتین sehmi 4 adettir. Düz 2 4 2 müstegim fela hacete ila zarb. Asli meselede sitte a'mat ammeler. اعماتون sehmi 1 adettir ve ves، حالا این وس دست چیه؟ 6 1 ile beyninde mübayinet var. Her bar saham ile رؤوس beyninde کسر مباین علا طائفت واحده واقع olsa کسر کلان طائفنون عددdir. حالا دیگه نگاه کنید خیلی چیز پیچیده‌ای هستش، هم عربی نوشته هم به ترکی، خیلی توضیحات خوبی داده. ولی برای کسایی که این کتاب رو بتونن بخونن، این کتاب از نظر حقوقی و از نظر اداری خیلی مهمه. من نمیدونم، فکر کنم در ایران هیچ کتابی در این زمینه یا وجود نداره به زبان فارسی و یا من اصلا آگاهی ندارم. ممکنه وجود داشته باشه من آگاهی نداشته باشم، ولی در زبان ترکی چون حقوق به خصوص در دوره سلجوقیان و عثمانی حقوق بسیار توسعه یافته بود و سیستم قضایی بسیار، حالا میگن در ایران که آقا سیستم قضایی با رضاخان و نمیدونم با فلان کسا اومده. در اسلام حقوق، در اسلام نگیم، در میان ترک ها حقوق اداری، سیستم حقوقی اداری و قضاوت در هر زمینه از حقوق در دوره، به خصوص در دوره سلجوقیان توسعه یافت. مدارسی برای آموزش کودکان در زمینه فقه و ریاضیات و اینها، به هر حال این انواع اقسام فقه و شرع، البته بگیم نگیم فقه، هم فقه هم شرعیات، یعنی اون کارهایی که باید عملی میشد اونها آموزش میدادن و اینها به عنوان قضات به که همه بر اساس یک سیستم واحد
در ایران تا حتی همین الان هم یک سیستم واحدی در حقوق ایران وجود نداره. یک قاضی در دادگاه در تبریز برعکس اون چیزی که در تهران رفتار میشه رفتار میتونه بکنه و میکنه، چون که گفته که آقا در ایران حقوق مبنا نیست، تشخیص قاضی، شخص قاضی مهمه. شخص قاضی ممکنه حدس و ظن و یا بجده که یا به یک ایمان و ایقان برسه، یقین برسه که آقا این آدم الست، در حالی که در حقوق دنیا به خصوص در حقوق ترک این که قاضی نظر شخصی خودش رو دخالت بده حق نداره. یه اصول و یک نوشته هایی هستش که بر اساس اون باید بگه که آقا فرقی نمیکنه اینجا حسن باشه حسین باشه، دلایل خوب باشه بد باشه، من باید بر اساس این کتاب این قانون رو اجرا بکنم و این وکیلم باید دفاع بکنه. ولی در ایران اینجوری نیست. علم قاضی اسمش علم قاضیه، علم قاضی بازی میکنه، در حالی که در فقه ترک و فقه اسلامی ترکی، ببینید دارم میگم حتی نگیم فقه، بگیم حقوق اسلامی ترکی، اینجوری نیست که از دوره به خصوص از دوره سلجوقیان و به خصوص در دوره عثمانیه بسیار توسعه یافت و تبدیل به یک سیستم شد. این بچه ها باید چجوری جدا بشن، چجوری آموزش ببینن، چند سال آموزش ببینن، در چه موضوعهای آموزش ببینن، چجوری تقسیم بشن برای کار در کجاها، وقتی رفتن اونجا اینها باید چجوری دادگاه رو تشکیل بدن، چجوری محاکمه بکنن، این محاکمات چجوری باید ضبط و ربط بشه و بعد برای اجرای احکام باید چجوری رفتار بشه. میبینی که ما در این مورد کتاب‌های زیادی رو در این جلسات معرفی کردیم. خب اینم از این کتاب که امروز این رو هم معرفی کردیم. من حالا 1 ساعت و 2 دقیقه هست، میرم یک کتاب دیگر هم اگه شد ببینیم که میتونیم ببینیم. این هم کتاب جالب و کوتاهی هستش. یک نگاه به کتاب بندازیم، نگاه کنیم. این کتاب این هستش، گفته که سطر مختلف، یعنی هر صفحه‌ای ممکنه سطرش زیاد و کم باشه، اینجوری گفته، ولی اوراقش 42 تا صفحه هستش که البته اونجا گفته 66 صفحه هست، 42 صفحه نمیدونم چجوری میشه. ابعاد کتاب 17 سانتی متر در 11 سانتی متر 8 میلی متر هستش. ما اینجا با صفحه اول کتاب روبرو هستیم، احتمالاً جلدش از بین پاره شده، از بین نرفته. ما این با رنگ سبزی که میبینیم احتمال میدم روی یه میزی یه جایی که عکس میخواستن بگیرن گذاشتن، عکس گرفتن. اینجا با کتاب مواجهیم. نگاه کنید که ظاهراً دیل بیلگیسی مربوط به زبانشناسی هستش. هازا امثلتون مختلفتون به حسب هیئت لا به حسب الماده. این بر اساس شکل هستش نه بر اساس ماده، ریشه کلمه داره. اینجا از نصره ینصرو نصرن فهو ناصر و ذاک منصور لم ینصر لما ینصر ما ینصرو ما لا ینصرو لن ینصر لینصر لا ینصر انصر لا تنصر نصرون منصرون. نگاه کنید کلماتی که از یک کلمه، نمیگه از ریشه ها، از نظر ظاهری و نوشتاری داره میره، اینها رو گذاشته. اینجا ما داریم میبینیم خیلی کلمه رو به رنگ قرمز نوشته و زیرش در حالت یک مثلثی توضیح داده که چی هست. حالا برمیگردم این کتاب رو فقط از نظر ظاهری نگاه بکنیم. اینجا فقط میبینن که هازا این نصرنا رو نوشته و بعد هازا الا مثله المطرة من الماضی المجهول. حالا این چی هستش؟ این رو سیاه نوشته بود، اینجا دوباره یه سیاه دیگه هم نوشته، توضیح داده. احتمالاً بعضی از کلمات رو توضیح بیشتر میده، در نتیجه اونجا رو میاد و چیز میکنه. سبک نوشتن کلمه بسیار جالبه. این کتاب رو نوشتن در هر صفحه حدوداً 6
حدوداً 6 کلمه رو به رنگ قرمز و بزرگ نوشته و در زیر اون در شکل مثلث مانندی توضیح داده که این کلمه چی هستش. کتاب آسیب دیدگی داره، بسیار زیاد هست، داریم ورق میزنیم. همین نصره ادامه داره. نگاه کنید که کتاب احتمالا همش در مورد این کلمه نصره که از اینجا هستش، تمامی این کلماتی که در مورد نصر هستش داره توضیح میده و این خیلی عالیه. یعنی شما یک کتاب رو درباره مشتقات نصر توضیح بدید. حالا شما در زبان فارسی بیاید این کار رو بکنید، ببینید که آیا میتونید یک کتاب 66 صفحه‌ای بنویسید، 33 برگ کتاب بنویسید، نگاه کنید تموم شد. نصر در اینجا تمام میشه. تاریخش مشخص نیست در چه تاریخی نوشته شده. من تلاش میکنم که حالا بخونیم ببینیم که میتونیم یه تاریخی ازش در بیاریم. قطعا نمیشه، چون فقط این همونطور که از اول تا آخر نشونتون دادم، این در مورد یک کلمه که نصر رو گرفته و در مورد نصر تمامی لغاتی که از این نصر حالا در زمانهای مختلف صرف میشه، اسم فاعل و اسم مفعول و اسم مکان و اسم زمان و اسم نمیدونم مبالغه و اینها، همه اینها رو آورده اینجا گفته و در موردشون توضیح داده. حالا من این رو بزرگش میکنم که راحت تر بخونیم و ببینیم چی میگه. میگه نصره فعل ماضی بناء معلوم مفرد، فعل ماضی هستش، بناء معلوم هستش. بنا یعنی احتمالاً، حالا مبنی میگن، اون احتمالاً بنا هستش، معلوم، مفرد، مذکر، غایب. معناسی چی هستش؟ یاردم. یاردم ettileri بس غایب uçmuş zamanında. حالا این بذارید عینک بزنیم، این gözlük رو بزنیم ببینیم که uçmuş zamanında. Nasara açmış حالا این açmış zamanında. میم، این میم اینجا علامت تمام شدنه. حالا مثلا در مورد نصره اینقدر توضیح داد به زبان ترکی. فعل ماضی، حالا ینصرو چی هست؟ فعل مضارع، بنا معلوم، فعل معلوم هست، مجهول نیست، مفرده، برای یه نفر به کار میره، مذکره، برای مرد به کار میره نه برای زن، غایبه. این ینصرو کسی هستش که پیش ما نیست، ما نمیبیمش. معناسی، معناش چی هست؟ یاردم eder bir غایب، ارشمدگی halde یا gelecek zamanında. نگاه کنید اونجا هم ارشمش میشه، پس احتمالا یاردم eder bir غایب، یه آدمی که اینجا حضور نداره ما در موردش صحبت میکنیم، اون کمک میکنه. یاردم eder bir غایب ارشمدگی halde، در حالی که اینجا حضور نداره. یا gelecek zamanında، یعنی که در زمان آینده کمک میکنه، یا الان در حالی که نیومده میتونه کمک بکنه، یا در آینده میتونه کمک بکنه. نگاه بکنید این رو به این شکل داشت توضیح داد. نصرن مصدرشه احتمالاً، نصرن مصدر، غیر میمی، این میم نداره، مفرد. نصرن خود کلمه مفرده به یه معنا. معناسی yardım etmek، etmeklik، yardım etmeklik. معناسی در ترکی میشه yardım etmeklik. نصرن yardım etmeklik. اینجا yardım etmek مصدره، etmeklik البته میشه، این لیک هم هستش. فهو ناصرون چی میشه؟ اسم فاعل. ناصر میشه، ناصرون میشه اسم فاعل. اسم فاعل یعنی چی؟ یعنی یه کاری رو یه کسی داره انجام میده، به اون کسی که این کار رو انجام میده چی میگن؟ ناصر. مفرد
این ناصر به آدمی گفته میشه که تنها به یک آدم گفته میشه که داره کمک میکنه. مذکرم باید باشه، مرد باید باشه. معناش چیه؟ یاردم ادیجی بیر ار گفتیم مرد. اینجا قهرمان، جنگجو، آدمی که اردملی هم از این ساخته شده، یعنی کسی که مردانه رفتار میکنه. اردم، اخلاقی که میگن مردانه هست، از کلمه ار ساخته شده. اردم. حالا منصور چی هستش؟ و زاک منصور. این زاکه رو ولش بکنید. اون زاکه، اون خواه، او ناصر. حالا زاکه دور، اسم مفعوله، به یک کسی کمک کردن. مثلا فرض بکنید یک ماشینی پنچر شده، رفته یکی کمک کرده. حالا اون کسی که بهش کمک کردن ماشینشو، اون چی میشه؟ منصور میشه. اسم مفعول. چرا؟ حالا برای اون ماشین بگیم، برای اون کمک. حالا یه آدمی افتاده پاش شکسته، یکی میره کمکش میکنه. اون آدمی که پاش شکسته بهش کمک کردن، یکی بهش کمک کرده، اون کسی که کمک کرده ناصره، اون کسی که بهش کمک شده منصوره. اون منصوره. حالا میگن مفعول. چرا مفعول میگن؟ بلکه یه کاری روی انجام گرفته. مفرد، یه نفر هست. مذکر، مرده. معناسی چیه؟ یاردم اولونموش بیر ار، یک مردی که بهش کمک شده. نگاه کنید، درسته که از کلمات عربی استفاده کرده برای نوشتن کتاب، ولی داره به زبان ترکی اینها رو توضیح میده که قضیه چی هست. لم ینصر، این لم ببینید چی میگه. جهد مطلق. جهد یعنی تلاش. جهد مطلق یعنی تلاش مطلق. مطلق خیلی تلاش میکنه. بنا یعنی این، حالا این مبنی هستش و اینها. معلوم، این معلومه. مفرد برای یه نفر هست. مذکر، مرد غایب، اینجا حضور نداره، چیز هستش. معناسی، یاردم اتمدی. یاردم اتمدی اصلا مطلقه. نگاه کنید، اصلا کمک نکرد. دید که اون مثلا این اتفاق خیلی میفته، با ماشین داره میره، یه آدمی رو میزنه تو خیابون، اصلا نگاه نمیکنه پشت سرش، میذاره میره، فرار میکنه. یاردم اتمدی. پس غایب ار جتمش زمانی ده. این در زمان گذشته انجام شده. نگاه کنید خیلی زیبا کار کرده. بریم یه صفحه، مثلا یه 5 صفحه بریم جلوتر. صفحه 5 یک دو جمله از صفحه 5 بخونیم. نصرته. حالا خوب شد این اومدیم. نصرته یعنی چی؟ در عربی یه کلمه هستش میگه که نصرت. حالا اینجوری خیلی داره. فعل ماضی، این گذشته میگه نصرته. ماضی بنا هستش، مبنی هستش. معلومه این چه کسی داریم باهاش صحبت میکنیم. نصرته این معلومه. مفرد یه نفر هست. مؤنث زن هستش. زن نه اینکه زن، یعنی مؤنث جنس مرد نیست، اون جنس خانم هست. مخاطبه، این داریم باهاش صحبت میکنیم. نصرته، تو کمک کردی. داریم با این خانم صحبت میکنیم، با این دختر خانم داریم صحبت میکنیم. نصرته، تو کمک کردی. مؤنث مخاطبه. در عربی کلمات یا مردن یا زنن. در نتیجه وقتی در مورد زنها صحبت میکنیم، خانمها دخترها صحبت میکنیم، کلمات هم باید نشون بده که این طرفی که داریم صحبت میکنیم، در موردش صحبت میکنیم، اون کلمات هم باید از طریق خود ما در زبان فارسی و در زبان ترکی وقتی داریم با یکی صحبت میکنیم، شما مادام که خود اون طرف رو نبینید و ما رو گوش بکنید از رادیو، متوجه نمیشید که این کسی که داریم باهاش صحبت میکنیم زن یا مرد. ولی در زبان عربی
شما و زبان آلمانی و بعضی از زبانها، شما وقتی از رادیو گوش میکنید به جمله یک مردی که داره صحبت میکنه یا یک زنی که داره صحبت میکنه، از خود اون کلماتی که از دهن این خانم یا آقا میاد بیرون و شما میشنوید و اون مقابلش رو نمیبینید، از خود این کلمات متوجه میشید که هر کلمه میگه که این روبرو کسی که داریم باهاش در رابطه باهاش صحبت میکنیم زن یا مرده. کلمات میگن این رو. در زبان ترکی و فارسی این وجود نداره، الا شما یه خانم میگه که چیز، این دیگه به اونجا. ولی مثلا میگه که شما انسان تحصیل کرده متخصصی در زمینه پزشکی هستید که سالها در بیمارستان فلان کار کردید و مثلا 5000 نفر رو معالجه کردید، در میان اینها 200 بچه وجود داشته که از میان اینها خانواده 198 تا از این بچه ها توانایی مالی نداشتند و شما به عنوان یک پزشک متخصص از اینها بدون اینکه پول دریافت بکنید معالجه کردید. از میان اینها هم مثلا به 72 خانواده که توانایی مالی نداشتن شما از نظر مالی هم کمک کردید. نگاه کنید، از این جمله‌ای که از این همه گفتم به زبان فارسی شما نمیفهمید که این طرف مقابلی که ما داریم دربارش صحبت میکنیم مرد یا زنه. ولی در عربی اینجوری نیست. میگه انت طبیب حاذقه طبیبتون حاذقتون. از همین تک تک کلمه ها میگه که این طبیبه یا حاذقه هستش که در بیمارستان فلان بر روی یعنی این قدرت زبانه. میگه که فعل نصرته فعل ماضی بنا معلوم مفرد مؤنث مخاطبه روبروی ما هستش، داریم باش صحبت میکنیم. معناسی yardım ettin sen bir hazire öğret geçmiş zamanında. نصر توما فعل ماضی بنا معلوم تثنیه، یعنی برای 2 نفر به کار میره. ما در ترکی و فارسی نداریم برای 2 نفر به کار بره، در انگلیسی هم نداریم. فعل ماضی بنا معلوم تثنیه مؤنث مخاطبه روبروی ما هستن، داریم باش صحبت می‌کنیم. معناسی چی هستش؟ yardım ettiniz sizler iki hazire öğretler geçmiş zamanda. نگاه کنید خیلی زیبا داره توضیح میده. من برم یه صفحه دیگر رو بخونیم چون دیگه این سومین کتابیه که امروز داریم. اینجا ینصرانه رو ببینیم. حالا نصرتما، اول از این صفحه نصرتما رو ببینیم. یا نصرتما فعل ماضی بنا مجهول، اینها مجهوله. این نصرتما شما دوتا فعل ماضی بنا مجهول تثنیه برای 2 نفر، مؤنث برای خانم جنس خانم. حالا در ترکی باید بگیم دیشی. مخاطبه یعنی روبروی ما هستن، داریم باش صحبت میکنیم. معناسی yardım eden olandiler yardım olandiler، اینها بهشون کمک شده. yardım olandiler olandiniz sizler yardım olundiniz sizler iki hazire öğretler geçmiş zamanda. نگاه کنید معنی این نصرتما 2 تا ببینید در ترکی چقدر معنیش بلنده. اگه بخواید فعل رو دقیق بفهمید، کلمه رو دقیق فهمیدن کلمه رو داره میگه. اگه بخواید یک کلمه رو دقیق بفهمید نمیتونید ازش بگذرید بگید نه. ببینید میگه که yardım olundiniz sizler iki hazire öğretler geçmiş zamanda. این نصرتما
نصرتما این معنی رو داره. حالا بذار ببینید نصرتونه چی میشه. نگاه کنید، فعل ماضی bina مجهول جمع مؤنث مخاطبه. Manası yardım olundunuz sizler cemi hazire avretler geçmiş zamanda. اگه بخواید معنی کلمه رو دقیق بفهمید اینجوری باید بفهمید. عین همین تو زمان ترکی، این انگار در زمان ترکی داریم میگه دیگه. زبان ترکی رو هم اینجوری میتونیم بفهمیم. ینصرانه، حالا ببینیم این ینصرانه چی هستش. میگه فعل مضارع بناء معلوم تثنیه برای دو نفر مذکر غایب. معناسی چی هستش؟ yardım ettiz iki gayb erler şimdiki halde یا gelecek zamanda. نگاه کنید معنیش اینه. بریم صفحه 5 صفحه بالاتر، بریم یک کلمه دیگری رو هم بخونیم. بریم صفحه 15. لما تنصر حج مستغرق بنا. ببخشید، جهد مستغرق بنا مجهول مفرد مؤنث غائبه. این در مورد این کلمه ما این رو میفهمیم. لما تنصر جهد مستغرق. حالا من مستغرقش رو دیگه نمیدونم، این برای اولین باره با یک چنین کلمه‌ای در زبان عربی آشنا میشم. احتمالاً تو حوزه علمیه نخوندم، اگرم خوندم یادم رفته. حالا نگیم که نخوندم، وجود نداره، بگیم که نمیدونم، یادم نیست. جهد مستغرق بنا مجهول مفرد مؤنث غائبه. معناسی yardım olmadı bir gaybe. احتمالاً yardım olunmadı. yardım olmadı یا olunmadı. بله این درسته. yardım olunmadı bir gaibe uğrete geçmiş zamanında cem'inde. این cem'inde geçmiş zamanın cem'inde، یعنی در کل تاریخ بهش کمک نشده اصلا، در طول عمرش بهش کمک نشده. این من برای اولین باری دارم این رو میشنوم. گفتم من هم اون مستغرقش رو نمیدونستم که الان متوجه شدم قضیه چی است، هم این که این جمعش رو میگه که لم تنصر جهد مستغرق بنا مجهول مفرد مؤنث غائب. معناسی چی است؟ معناش اینه yardım olunmadı bir gaibe uğret geçmiş zamanın cem'inde. یه خانمی در طول حیات عمرش هیچ وقت کمک نشده بهش. نگاه کنید چقدر دردناکه این جمله. این کلمه چقدر عمیق و گسترده است. شما یه فارسی یه کلمه پیدا بکنید که بتونه این معنی رو برسونه. حالا بذارید یه کلمه دیگر رو بریم از صفحه دیگر. حالا اینجا گفته که لما ننصرو جهد مستغرق بنا مجهول. حالا من فهمیدم که مستغرق یعنی چی. غرق شده در داخلش. نفس متکلم مع الغیر. معناسی yardım olunmadı bir geçmiş zamanın cem'inde. این bir هستش. چیم هستش؟ olmadık yer. خیلی این معنی رو من اصلا در وقتی در حوزه علمیه بودم باهاش آشنا نشدم، یا اگر آشنا شدم فراموش کردم. خیلی عجیبه. yardım olunmadı
bir geçmiş zamanın cمعinde. یعنی در حیات من در 60 سال عمرم هیچ وقت کمک گرفته نشدم، هیچ وقت کمکی به من نشده. البته من کمک خیلی گرفتم، من خودمو نمیگم، ولی میگم این جمله خیلی دردناکه و خیلی عمیقه و من نمیتونستم. خیلی زیبا توضیح داده این رو. بریم صفحه 20 ببینیم که در اونجا یک کلمه رو لا ینصر نه، لا ینصر نه، ببخشید لا ینصر نه. این لا ینصر نه که وسط کتاب اومده چی هستش؟ یا بذارید اینجوری بگیم، بریم این دوتا رو بخونیم فرقش رو بفهمیم. لا ینصر نه و لا تنصرون. این دوتا رو فرقش رو بفهمیم. هر دوتا جمعه، به خاطر این دارم میگم. لا ینصر نه نفی اول نفیه، انکار میکنه، نفی میکنه. استقبال آینده هست. بناء حالا هیچی مجهوله، یعنی نمیدونیم در مورد چه کسی صحبت میکنه، اسمشو نگفته، نمیفهمیم، نمیشناسیم. جمعه مؤنث هست، دیشی، مرد نیست، مذکر نیست، مؤنثه. غائبه، اینا پیش ما نیستن، نمیدونیم. معناسی چی هستش؟ yardım olunmazlar cemi gaibe öğretler gelecek zamanda. yardım olmazlar معنی یک کلمه داره، به ترکی داره توضیح میده ها، منتها تمامی اون چیز مفاهیمی که از این کلمه باید بفهمه اون مفاهیم رو داره میگه. yardım olmazlar cemi gaibe öğretler gelecek zamanda. این خانم هایی که در جلسه ما نیستن، همه اینها در آینده هیچ وقت بهشون کمک نخواهد شد، غایبن دیگه. حالا لا تنصرون، حالا اینو مردشو میگیم، میگه اینم نفیه مثل بالا، استقبال هست یعنی آینده مثل بالا خانم ها، بناء مجهول هستن، اینجا پیش ما نیستن، نمیدونیم چرا نیومدن جلسه. جمع، اینا جمعن، بیش از 3 نفر هستن. سه یا بیش از 3 هستن. مذکر هستن یعنی مرد هستن دیگه، اینا زن نیستن. مخاطب هستن، ما در موردشون درباره اونها صحبت میکنیم در این جلسه. معناسی چی هستش؟ yardım olunmazsınız، yardım olunmazsınızlar cemi hazır erler gelecek zamanida. البته اینا حاضرن اینجا ولی مجهولن، نمیدونیم در مورد چه کسایی صحبت. تو یه جلسه هستیم، 10 نفر آدم هست، در میان اینها در مورد 3 یا بیشتر از اونها صحبت میکنیم که احتمالا خودشون میدونن ولی کسایی که میشنون نمیدونن که چی هست. پس چیه؟ yardım olmazsınızlar cemi hazır erler gelecek zamanda. شما در آینده که هیچ کس نمیدونه چه کسایی از این جمع هستن، حتی احتمالا خودشون هم نمیدونن، ما یه دولت نشسته تو جلسه تصمیم داده دیگه، تصمیم گرفته دیگه، به شما کمک نمی کنیم. بریم یه صفحه دیگری رو، صفحه 25 ازش یک کلمه بخونیم. 25 اینجاست. لا تنصر، این ببینیم چیه. اول نهیه، میگه نکن، نفی نیستش، اونجا نفی میکرد میگه نکن، اینجا میگه که اصلا نکن، امره، یه نوع امره. یک نفر با ماشین زد فرار کرد، ما دیدیم، حالا میریم کمک بکنیم. این آدمی که زمین افتاده داره حالا شکسته، میگه که لا تنصر، نهیه، اول میگه که نکن. غایبه، اون غایبه نیست، بناء معلوم هست، ما برای یه شخص چیز هستش معلوم. مفرده، اون زده رفته دیگه، لا تنصر مفرد. مؤنثه، غائبه هست، مؤنث غائبه هست. معناسی چی هستش؟ معناش yardım etmesin، yardım etmesin،
bir gaybe öğret gelek zamanda. yardım etmesin bir gایبه عورت. خانومی که اینجا حضور نداره، این داریم به یکی امر میکنیم، به این یه آدمی جلوی من نشسته، میگم که اون، من میگم حالا اون در مورد نفر سوم یه خانومی که در پیش ما نیست، میگم به این آدمی که جلوی منه، میگم که اونا ده، به اون بگو که اون خانومه، به همون خانومه در آینده اصلا و ابدا نباید کمک بکنه. این هم به این معنی هستش. بریم اینجا عنصرا رو ببینیم چیه. این اونجا امر منفی بود، کار رو نکن. اینجا میگه که حتما کار بکن. این رو دارم، برای همین دارم میگم عنصرا امر، این امر هست، حاضره. اون امر منفی بود، این امر مثبته. امر حاضر بنا هست، معلومه، این آدم معلومه کی هست، تثنیه هست، دو نفرن. ما به این دوتا میگیم شما دوتا، حالا مثلا سربازن یا مذکرن، گفتم سربازن، مرده، مخاطبه، جلوی ما هست، من باش دارم صحبت میکنم. معناسی چیه؟ yardım edersiniz iki hazır erler gelecek zamanda. شما دوتا مرد جوان در آینده باید کمک بکنید. باید داره، امره. yardım edersiniz، اینجا یه لر هم هستش، edersinizler iki hazır erler gelecek zamanda. برای اینکه این با عربی هم معنی بکنه، ببینید این لر رو میاره، برای اینکه بگید جمع، باید جمع رو اینجوری edersinizler iki hazır erler gelecek zamanda. اینم از این صفحه. بریم صفحه 30 و از صفحه 30 هم یکی رو بخونیم و تمام بکنیم. اینجا ببینیم نصارتون و نصاراتون، این دو کلمه هم از این صفحه بخونیم. نصارتون مبالغه، خیلی غلو میکنه، شیعه هست اینجا، غلو میکنه. مبالغه ایله اسم فاعله، مفرد مؤنث، این چیز هست. معناسی مبالغه ایله yardım edici bir öğret، یعنی خیلی کمک میکنه، خیلی 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 کمک میکنه، یا این مبالغه به این معنیه. مبالغه ایله اسم فاعل هم هست، خودش کمک کننده دی هستش دیگه. حالا نصاراتون چی هست؟ اینم بخونیم، اینم جالبه. نصاراتون مبالغه اسم ایل، مبالغه ایله اسم فاعل جمع مؤنث. معناسی چی هستش؟ معناسی مبالغه ایله yardım edici جمیع öğretler. اینجا حالا بذار ببینید یک کلمه تو صفحات بعد. این ما رو بخونیم. ما انصرکه فعل تعجب، فعل تعجب اول مفرد، فعل تعجب اول مفرد مذکر مخاطب. معناسی چی هستش؟ عجب yardım ettin size bir hazır ere. ببخشید، مخاطب. معناسی عجب yardım ettin siz bir hazır er. عجب با عجب شروع میکنه، عجب تعجب کردم تو یاری میکنه، تو اصلا اهل این کارا نبودی. عجب yardım ettin siz bir hazır er. ای تو یک مرد هستی، چه عجب که تو کمک کردی، از این کارا رو نمی کردی تو عمرت. حالا ما انصرکم، حالا اینم بخونیم. ما اینجا دوباره فعل تعجب هست، اول جمع مذکر مخاطب. معناسی عجب yardım ettiniz sizler جمع حاضر erler. بریم صفحه آخر کتاب هم
که آخر سه تا فعل که یک کم پاره شده اون هیچی، این دوتا فعل رو اینجا 6 تا نوشته بوده پاره شده، یا این صفحه پاره شده اومدن یه صفحه روش پاره کردن چسبوندن، این دوتا دیده نمیشه. یا این که اصلا غلط بوده اومدن یه کاغذ رو به جای اینکه پاک بکنن یه کاغذ رو پاره کردن خیلی خوب چسبوندن روی این دو که این غلط ها دیده نشن. نمیدونم، به هر حال اون روش پوشیده است، نمیبینیم که آیا کتاب پاره شده بوده این رو چسبوندن بهش که بیشتر پاره نشه، یا اینکه این دوتایی که نوشتن غلط بوده اینو چسبوندن که دیده نشه. نمیدونم. حالا اینجا 3 تا مونده، من این 3 تا رو میخونم. answer back، answer back یا answer back، اینجوری باید باشه. بله درستش اینه، answer back. فعل تعجب ثانی مفرد مؤنث مخاطبه. معناش چیه؟ نه عجب yardım ettin sen bir o hazır öğretlere. Bir hazire öğretler. answer back. فعل تعجب ثانی مفرد مؤنث مخاطبه. معناسی نه عجب yardım ettin sen bir hazire öğretler. این کسی که حاضره خانم خودش، ولی اورتلر چرا اورتلر نوشته نمیدونم، اورت باید می نوشت چون یه نفره مفرده. نه عجب، عجب نیستش ها، این خیلی بیش از نه عجبه، از خیلی بیش از نه عجب yardım ettin sen حالا چی هست؟ حاضر هستی و زن هستی. انصر بکنه. حالا این هم برای اولین بار، البته یه جا انصر نه رو خونده بودیم، حالا انصر بکنه. فعل تعجب ثانی جمع مؤنث مخاطبه. معناسی نه عجب yardım ettiniz sizler جمیع حاضره öğretler. نگاه کنید خیلی. انصر بنا. فعل تعجب ثانی نفر متکلم مع الغیر. معناسی نه عجب yardım ettin biz ettik biz. این برای اولین بار. خود ما چه عجب کار کردیم، کمک کردیم. فعل، حالا مثلا ما اصلا اهل کمک نیستیم، دستمونو به گلولای نمیزنیم، به خون نمیزنیم، یه کسی که افتاده فرار میکنیم. حالا یه اتفاق افتاده ما رفتیم کمک کردیم. میگه که فعل تعجب ثانی نفس یا نفر نمیدونم متکلم مع الغیر، خیلی زیادیم، ما 2-3 نفر هستیم. معناسی نه عجب yardım ettik biz. خودمون از خودمون تعجب کردیم که چرا ما در ایران این خیلی دیگه الان چیزه، چه عجب ما کلاهبرداری نکردیم، چه عجب ما تجاوز نکردیم به ناموس دیگران، چه عجب. البته اخیراً یه ویدیو نه دیگه صحبت نکنیم. خب در برنامه امروز ما با 3 کتاب ترکی بسیار تخصصی روبرو شدیم که اینجا حالا این کتاب رو من باز بکنم. اول قرآن رو که دیروز بود اینو نخوندیم، امروز فقط یه توضیح خود دادیم. دوم یه کتابی در مورد دعاها بود که تخصصی، باز من سر در نیاوردم، در نتیجه اینم بگذاریم. این اولین کتاب بود. دومین کتابی که امشب خوندیم وصیت‌نامه و تقسیم ارث و میراث در بین کسایی که میراث‌خوار خواهند بود هستش. خیلی تخصصی هستش که یه مقدار خوندیم و جدول‌ها رو هم نشون دادیم، دیگه خیلی ازش نتونستیم بخونیم، سر در بیاریم، در نتیجه رهاش کردیم که فقط بدونید. و بعد آخرین کتاب تخصصی در مورد زبانشناسی، مثال‌ها از زبان عربی ولی توضیح‌ها از زبان ترکی. حالا دقیقاً این فعل‌ها در زبان ترکی هم وجود داره ولی دوتا رو نداریم. یعنی ما در زبان ترکی
فعلی که برای 2 نفر به کار برده بره، حالا چه مخاطب باشن چه غایب باشن نداریم. و همچنین فعل در مورد زن و مرد جداگانه نداریم، یعنی برای فعل برای یک زن که نیست، زنی که 2 تا زنی که نیستن، 3 تا زن و بیشتری که نیستن نداریم. همونطور زنی که الان حاضره 1 زن یا 2 زن یا 3 زن نداریم. همینطور زنی که حرف میزنه فعل در مورد خودش باشه و زنایی که دارن حرف میزنن همگی با هم مثل کنسرت مثلا نداریم، یا حمام که همه زنا با هم صحبت میکنن، یا عروسی که اغلب زنای خیلی زیادی با هم صحبت میکنن، ما نداریم اینا رو در زبان ترکی. ولی برای فعل عمومی که هم برای زن هم برای مرد باشه داریم، ولی برای 2 نفر نداریم، برای 1 نفر و برای جمع داریم که در زبان ترکی 2 نفر هم جمع حساب میشه. و این همین معانی رو داره. من نخوندم نمیدونم، عربی رو میدونم چون خوندم، فارسی رو میدونم چون خوندم. واقعا الان به من بگن که آقا یه فعل تعجب ثانی بیار که جمع باشه و برای گذشته باشه، یا برای خیلی گذشته باشه، برای گذشته نزدیک باشه، برای گذشته همین الان باشه، یا برای حال باشه، برای آینده باشه، برای آینده خیلی دور باشه، برای آینده‌ای که هیچ وقت رخ نخواهد داد باشه، من نمیدونم، نخوندم. ولی میدونم که یه عده‌ای از دوستان ما که در زبان ترکی رفتن در یک کشورهای دیگر، یا خودشون آموزش دادن، تخصص بسیار بالایی در زبان شناسی ترکی گرفتن، اینها شما بگی که برای یه فعل برای 1,000,000 سال پیش بیار، یه فعل برای 1000 سال پیش بیار، یه فعل برای 10 روز پیش بیار، یه فعل برای 10 دقیقه پیش بیار، یه فعل برای 1 ثانیه قبل بیار، یه فعل همون فعل رو برای الان بیار که الان داره حرکت میکنه، یه فعل برای اینکه 10 دقیقه دیگه، 1 ساعت دیگه، 10 روز دیگه، 20 روز دیگه، 1000 سال دیگه، 1,000,000 سال دیگه. اینها رو فرقش رو میدونن. حالا منفی باشه، مثبت باشه، انکاری باشه، تأییدی باشه، اینا رو من نمیدونم. واقعا به من بگن من میتونم یه فعل ساده گذشته بگم، یه فعل حالا، یه فعل آینده بگم، ولی دیگه بقیه رو نمیتونم بگم چون نخوندم، تخصص اجازه ندن. در زبان مادری خودم با اینا آشنا. ما در تبریز که صحبت میکنیم دوستان، در اردبیل و زنجان و قزوین و همدان و تهران و شیراز و اصفهان و یزد و کاشان و سمنان و اینا که ترک‌ها دارن زندگی میکنن، سیستان و بلوچستان و الاهواز و اینها، در همه اینها، این بلوچستان و الاهواز و کردستان اینا زندگی میکنیم و ما ترک‌ها در اکثریت هستیم در ایران از نظر عددی و جغرافیایی و تاریخی. همه ما با 1-2 تا فعل ساده گذشته و فعل حال یا آینده چیز هستیم، آشنا هستیم. در نتیجه ما نمیتونیم معانی عمیق رو، همینطور که الان نشونه، این معانی رو نمیتونیم بگیم. برای چی؟ آموزش ندیدیم. برای چی؟ برای اینکه یک زبانی و طرفداران یک زبانی که زبان دیکتاتور هستش، زبان جامد هستش، زبانی هستش که یاد بگیری حافظت و مغز از تحرک وای میسته و مثل مردابی میمونه که به تدریج میگنده و توسعه پیدا نمیکنه. از نظر فکری وقتی به یک مشکل میرسن برمیگردن دوباره به گذشته. دیکتاتوری بخشی از این زبان و انسان‌هایی که این زبان رو یاد گرفتن، دیکتاتوری بخشی از ایناست و جمود فکری بخشی از اینا نمیتونن راه باز بکنن. وقتی به بنبست میرسن برمیگردن دوباره از اول بنبست دوباره به طرف بنبست حرکت میکنن. این از نظر دینی هم هست، از نظر سیاسی هست، از نظر حقوقی هست، از نظر اجتماعی هست، از نظر تاریخی هم هست. یعنی زبان فارسی و کسانی که به زبان فارسی گرفتار شدند میدونن که آینده بنبسته، ولی برمیگردن دوباره از اول شروع میکنن تا دوباره به بنبست برسن. دوباره وقتی به بنبست رسیدن به راه حل جدید که این دیوار رو خراب بکنیم، یه راهی بسازیم، نردبانی بذاریم، از اینجا رد بشیم نداره. میگن نه آقا دیگه راه نیست، برگردیم از اول. برمیگردن دوباره همون راه رو از اول میخوان برسن به اینجا. دوباره میدونن که در آینده، نمیخوان باور بکنن که دوباره، فکر میکنن که دوباره. من تو بازی های کامپیوتری اینو دیدم
گاهی وقتا 1000 مرتبه تلاش آدم میکنه که من اینو حل میکنم، نه همونجا میرسی دوباره دیگه همونه، دوباره برمیگرده همون مسیر رو میاره. موشها مغزشون برعکس انسان فارسه. برای اینکه اون زبان فارسی رو یاد نگرفته، موش رو داخل ماز میذارن. ماز این بازی هایی هستش که من در نزدیک من جایی که من زندگی میکنم یه ماز، یه کشاورزی اومده در زمین خودش از این در زمین ماز درست کرده. حالا من نرفتم، کسی که رفتن میگن که مثلا این چیزهای گندم رو گذاشته، این خوشه های گندم رو گذاشته، شما از یه جایی وارد که میشید 3-4 تا راه وجود داره، از اینها باید برید، از اون طرف باید بیرین، از اون طرف مزرعه که حدود 1 کیلومتره باید داخل این برید. حالا فرض بکنید 1 کیلومتر، نمیدونم ممکنه کوچیک باشه بزرگ باشه، من نرفتم. میگن که از اینجا که رد میشید 3 تا راه داره، یکی رو میرید سمت راست مثلا بنبسته، برمیگردید حالا میخواید برید بیرون، اینجا بنبسته اصلا راهی وجود نداره بره، برمیگردید دوباره 3 تا راه دارید، دومی رو میرید میرید دوباره بنبسته، میاد یکی رو میگیرید بیرون، دوباره همون 3 تا رو میبینید، یکی رو انتخاب میکنید، رفت داخلش 5 تا راهه، حالا این 5 تا باید یکی رو بگیرید بالاخره بتونید برید از اینجا بیرون. این اسمش مازه. انسان فارس وقتی اینجا بیفته، همین اول که رسید به بنبست برمیگرده دوباره بنبست و میره، دوباره بنبست و میره، دوباره بنبست و میره، دوباره بنبست و میره. این در سیاست هم اینه، در فقه هم اینه، در دین هم اینه، در مذهب هم اینه، در حقوق هم اینه، در دموکراسی اینه، در درک دموکراسی، در درک آزادی، در درک حقوق بشر، در درک آزادی ها، آزادی فکر، آزادی اندیشه، آزادی نوشتن، آزادی گفتن، آزادی سخنرانی، آزادی اقتصادی، آزادی مالی، آزادی بانک اصلا وجود نداره. یعنی در دیدگاه یک انسان فارسی که به زبان فارسی چیز شده، امکان نداره شما بتونید یه ماز رو حل بکنید. از نظر تاریخی هم اینه، از نظر زبانی هم همین است، از نظر مثلا هیچ وقت اجازه نمیده یک زبان دیگری در این جامعه وجود داشته باشه. هیچ وقت اجازه نمیده احزابی به غیر از اون چیزی که برای خودش میخواد وجود داشته باشه. هیچ وقت اجازه نمیده ملل دیگر هم بانک داشته باشن. هیچ وقت اجازه نمیده ملل دیگر هم دولت ملی خودشون رو داشته باشن، قوانین ملی خودشون رو بذارن، اراده ملی خودشون رو اجاره بکنن. میگه نه، شما حق نداری اراده خودت اعمال بکنی، اراده من هست. برای زبان عرض کردم، زبان ناقصه، زبان الکنه، زبان برای که فکر ما خارج از زبان نیست. دوستان مغز ما شکل زبان رو میگیره. ما با زبانی که فکر میکنیم، ما با زبانی که راه حل پیدا میکنیم، ما با زبانی که میریم میایم، اگه این زبان خودش محدود باشه، راه کار نشون نده، به بنبست منتهی بشه، مغز شما هم همین خواهد بود. مغز انسان جدای اون زبان نیست. هر انسانی در هر جامعه‌ای زبان اون جامعه است. انسان چیزی جدای از زبان نیست، زبان چیزی جدای از جامعه انسان نیست. این که انسان ابزار رابطه است اصلا درست نیست. چون ابزار مثل ماشین شما میگیرید، حالا مثلا ممکنه که یه بار مثلا من دیدم برف بود، حالا ما میرفتم پلیس، اونجایی که تریلر داشتم میروندم باید میرفتم از یه جایی به پلیس، دیدم رد شدم، اون راه رو رد شدم، رفتم از داخل حالا یه جایی که خیلی هم پلیس هم خیلی گفت چطور با چه جرأتی تو این راه رو اومدی اینجا، ممکن بود اصلا باطلاق باشه تو بری اونجا نیای بیرون. گفتم دیگه شد. یعنی گاهی میتونید از جاده خارج بشید، ولی زبان فارسی مغز شما رو یه کاری میکنه که شما نمیتونید. شما هر جای دنیا برید دموکرات نمیشید، امکان نداره. فارسی زبان هر جای دنیا بره 1000 سال اونجا زندگی بکنه یک دیکتاتوره.
به خصوص وقتی با همشهریاش و هم چشایی که فکر میکنه اینا از اون منطقه، از آسیا منظورم، هندی باشه، افغانی باشه، پاکستانی باشه، نمیدونم خود ایران باشه، آذربایجان باشه، ترکیه باشه، وقتی به اینا برمیخوره میگه نه، دیکتاتوریش رخ میده. ولی وقتی با یه اروپایی روبرو میشه، با یه آمریکایی روبرو میشه، مثل موش کوچولو میشه، هر چی اون بگه اون درسته، من عقلم نمیرسه. فرق زبان اینه، زبان این کار رو میکنه. چرا اینه؟ برای اینکه زبان فارسی زبان نیست، مونتاژی از چند تا زبان هست که میخواد روزمرهشو بگذرونه. موقتی بوده این زبان، دائمی نبوده، در نتیجه حس چیز نداره. فقط این کسانی که با این زبان هستن فقط میتونن مونتاژ بکنن، نوآوری ندارن. زبان چون مونتاژه، چون خود زبان فارسی زبان مونتاژی هست، مغز انسانی هم که فارسی رو یاد گرفته مغز مونتاژ کاره، مغز خلاق و آفریننده و وجود آورنده و تغییر دهنده و بزرگ کننده و توسعه دهنده نیست. ببینید مثلا ژاپنی ها وقتی با توسعه غرب رو مواجه شدند، گفتن آقا ما این تکنولوژی نداریم، به جای مونتاژ ما مونتاژ نمی کنیم، اینها رو کوچیکش بکنیم و در هم ادغامشون بکنیم. یه راه حل پیدا کردن دیگه. نه، گفتن که مثلا ماشین لباسشویی در آمریکا 2 تاست، یکی میشوره خیلی هم بزرگه، یکی هم چیز میکنه خشک میکنه. ما تو خونمون هم هست، کانادا و آمریکا اینه، چون پول میخوان زیاد از شما بگیرن. ژاپنی گفت آقا ما این رو یه دونه ماشین بکنیم و کوچیکش بکنیم دیگه، به این یوغوری نباشه. اومدن یه ماشین ساختن که هم خشک کنه، هم میشوره، هم خشک میکنه و هم کوچیکه، اندازش به اندازه این دوتا نیست. چینی ها اومدن گفتن آقا همین تکنولوژی رو ما بگیریم، خیلی کوچیکتر و کم هزینه ترش بکنیم، اونقدر هزینهش کم باشه که دیگه آمریکایی و ژاپنی نخرن، از ما بخرن. و برای سلیقه های مختلف، برای مبلغی که پول میدن هم بسازیم. یعنی یکی کم پول میده، یک با کیفیت پایین، برای این کسی که پول بیشتری میده کیفیت بالا بدیم. در نتیجه ماشینی هستش که باتری برقیه، در 5 دقیقه شارژ میشه و داخلش مثل یه هتل هست، نیازی به راننده نداره، راننده میتونن داخلش بخوابن، ماشین آدرس رو میده خودش میره و داخلش مبلمانه دیگه، صندلی مثل اینجوری نیست، تخت، یخچال داره، فریزر داره، موسیقی داره، سینما داره، کامپیوتر، اینترنت داره. یه ماشین با این کیفیت و میگه آقا نمیدونم 500 کیلومتر چقدر هم چیز میده، ضمانت میده. $500,000 کیلومتر چقدر، اینقدر ضمانت میده. پولش هم خیلی کمه نسبت به ماشین آمریکایی، تسلا و اینا پولش خیلی کمه. یعنی زبان چون خلاقه، ذهن جامعه هم خلاقه. شما چاینیز رو ببینید، اجناس چینی رو نگاه کن، اونقدر متنوع، برای اینکه الفبایی که این داره، خود الفبا، نوشتن الفبا، هر کلمه رو به یه شکل دیگری می نویسه. یعنی نگاه کن این اختراع ذهن، این عقل، هر کلمه رو با همون صداست ولی با متفاوت می نویسه. حالا در زبان عربی و فارسی و ترکی، حتی به انگلیسی، کلمات تقریبا یه استانداردی داره، به خصوص در زبان عربی و ترکی و اینها، آلمانی و اینا. من حالا اینا انگلیسی حالا خیلی نه، انگلیسی چون اصلا نمیدونه، کلمه قانون نداره، نه صداش قانون داره، نه
نوشتنش قانون داره. نوشتنش یه چیزیه، صداش یه چیز دیگه است. یعنی شما یه چیزی می نویسید، یه چیز دیگه میخونید. اکبر می نویسید، احبر میخونید. احبر می نویسید، اکبر میخونید، یا ابر میخونید. اصلا در زبان چینی، ژاپنی، به خصوص چینی، شما هر کلمه یه املای خاصی داره. در الف باش خیلی زیاده. اصلا میگفتن که آقا اصلا نمیشه یاد گرفت این زبان رو، در حالی که این زبان به قدری حالا این تنوع حروفش و تنوع زبانیش به قدری زیاده، به نوشتنش زیاده که اینقدر میتونه در انسان، مغز انسان چینی اینقدر راه حل ایجاد بکنه. حالا شما در اینجا متوجه میشید چرا یک زمانی چینی ها جزو عقب مانده ترین و فقیرترین ملت های روی کره زمین بودند. برای اینکه جزو اشغال شده بود، سرزمینش اشغال شده بود، مغزش اشغال شده بود، نمیتونست توسعه بیابه. ولی وقتی که سرزمینش رو از اشغال انگلیسی ها آزاد کرد، مغزش رو از اشغال انگلیسی ها آزاد کرد، رسید به توسعه. ما ترک ها هم تا وقتی که تحت تسلط انگلیسی ها، آلمانی ها، روسی ها، چینی ها، نمیدونم فارس ها، پشتون ها، هندی ها، هر جایی هستیم، توسعه اتفاق نخواهد افتاد. ما فرقمون با عرب ها، با فارس ها، با پشتون ها، با چیزا یه حداقل فرقای زیادی داریم. به خصوص ما اصلا حروفمون فرق میکنه، صدامون فرق میکنه، حنجرمون فرق میکنه. در نتیجه ما از نظر ذهنی با توجه به حروف و کلمات و بازی با کلمات بسیار بیشتر از اونها میتونیم حرکت بکنیم. چرا که تحرک زبانی مثل تحرک مکانی، مثل تحرک تاریخی، تحرک فکری، تحرک اقتصادی، تحرک نوآوری، تحرک و نوآوری فکری، تحرک و نوآوری ایدئولوژیک، تحرک و نوآوری سیاسی، تحرک نوآوری حقوقی، تحرک و نوآوری اقتصادی، تحرک و نوآوری بین المللی، تحرک و نوآوری جغرافیایی، تحرک و نوآوری، یعنی نگاه کنید خیلی چیزا برامون میاره. به هر حال فکر میکنم که 2 ساعتی شد و یه تقریبا 2 ساعت، 1 ساعت و 57 دقیقه و 57 ثانیه. من امروز خودم هم در اثر اینکه این کتاب ها رو میخونم و در اثر اینکه خواستم یه مقدار صحبت کنم، واقعا فکر جدیدی به ذهنم اومد. اینکه قضیه چین، قضیه انگلیس، توسعه انگلیسی زبان ها به همین زبان ربط داره. نگاه کنید انگلیسی زبان ها هم خیلی در بند اینکه کلمه مغزشون از هر جامعه یک کلمه رو میگیرن. از فارسی کباب رو گرفته مثلا، حالا احتمالاً کباب ترکیه، از ترکی اینو گرفته. نمیدونم، من الان در یه جایی دارم، هر از گاهی داشتم کار میکردم، از انسان ها اسمشون رو میپرسیدم، میگفتم معنیشو میدونی؟ نمیدونست. مثلا دنیس، میگفت اسم دنیسه، میگفتم میدونی معنیش چیه؟ میگفت نه نمیدونم. میگفتم میپرسم میدونی ریشش از کجاست؟ میگفت نه. من فکر میکردم دنیس از کلمه دنیزه، ترکی اومده. خیلی از کلمات، اسمهایی که امروزه در این 6 ماهی که حدود 1 سالی که در یه جایی کار میکردم، با روزانه با صدها انسان سر و کار داشتم. از همه اینها، اغلب اینها اسمشون رو میپرسیدم، معنیشو میپرسیدم، نمیدونستن. و یهو فکر می‌کردم این کلمه ریشه ترکی داره و بهشون توضیح میدادم که این کلمه در زبان ترکی این معنی رو داره و این صدا رو داره و خیلی خوشحال میشدن. ولی زبانی، چرا انگلیسی ها تونستن؟ یه فکر دیگری که دیروز دوباره
به خاطرم رسید که امروز اینجا بذارم، حالا بعدا ممکنه بنویسم یا یادم بره بنویسم. این بود: انسان برای توسعه و انکشاف، جز ساختن سلاح و توسعه سلاح و چاری نداره، هنوزم نداره. راه توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه جغرافیایی، توسعه حقوقی، هر توسعه‌ای که بگید از راه جنگ میگذره و سلاح ساختن. هر سلاح جدیدی که ساخته بشه، اگر ساخته نشه که از سلاح قبلی قدرت کشتار بیشتری داشته باشه، منجر به عقب نشینی اون جامعه میشه. هر جامعه‌ای که بتونه سلاح جدیدی بسازه که از سلاح این قدرت جدید توان کشتار و قدرت کشتار بیشتری داشته باشه، اون جامعه توسعه پیدا میکنه. این قانون انسان هست. انسان اولیه که دانه جمع میکرد نمیتونست توسعه پیدا بکنه، مادامی که بتونه از سنگ استفاده کنه برای زدن. وقتی سنگ تونست از سنگ رو پرتاب بکنه و یه چیزی رو، یه انسانی رو یا حیوانی رو بزنه، یا یه میوه‌ای رو که بالای درخت بزنه، تونست توسعه پیدا بکنه. قدرتش بیشتر از اون انسانی بود که سنگ رو نمیتونست پرتاب بکنه. اون انسانی که اومد چوب رو به عنوان چوب دستی گرفت دستش، اون انسان از اون انسانی که چوب دستی رو نمیتونست به دستش بگیره برتر شد و توسعه گرفت. تونست اون انسان رو، اون حیوانها رو بتونه در اختیارش بگیره، توسعه پیدا کرد، قدرت بیشتری یافت. اون انسانی که تونست از سنگ رو ببنده با یه چیزی، با هر چیزی بر سر این چوب دستی و این رو پرتاب بکنه به عنوان نیزه، اون بر اون انسانی که از چوب خالی و سنگ خالی استفاده میکرد برتری پیدا کرد، توسعه پیدا کرد، قدرت بیشتری گرفت، منافع بیشتری به دست آورد. اون انسانی که تونست آهن رو به وجود بیاره، حالا به هر شکلی، و تونست اون آهن رو شکل بده و ازش نیزه بسازه، تیرکمون بسازه. این انسانی که تیرکمون رو ساخت تا به جای استفاده از نیزه بتونه این رو بر مسافت بیشتری که بیشتر از بازوی خودش هست بفرسته. از حالا این نیزه کلفتر و سنگینتر بود، ولی این تیرکمون ظریفتر، میتونست تعداد بیشتری داشته باشه و برای تعداد بیشتری در یک مدت کوتاهی بندازه. نمیتونست 10 تا نیزه رو برداره، اما میتونست 50 تا تیر بسازه، با کمونش همراهش بره و با این 50 تا آدم رو بزنه، اما نمیتونست 50 تا نیزه همراه خودش ببره. همین که این رو ساخت، بر اونهایی که این رو نساخته بودن برتری گرفت. اون انسانی که تونست برای اولین بار سوار یه حیوان بشه، بر اون انسانی که سوار حیوان نمیتونست بشه برتری پیدا کرد، به عنوان سلاح استفاده کرد از این. اون انسانی که تونست اسب رو سوار بشه، رام بکنه، سوار بشه، اون بر اون یکی انسان‌ها برتری پیدا کرد. اون انسانی که تونست زین رو بسازه و پاهاش رو بر روی اسب، بر زین، بر اون زنگی بذاره، بر اون پای، حالا زین یه چیزی داره که پا رو میذارن، اون تونست بیش از اون انسانی که این رو نساخته بود تونست در جنگ قدرت داشته باشه، مانور داشته باشه، بتونه بلند بشه، ضربه بزنه نیفته، خم بشه. اینا تونست، ولی اون کسی که این رو نتونست نداشت. اون کسی که بمب رو ساخت، بمب 1 تنی 10 کیلویی ساخت، یه نارنجک ساخت، اون خیلی قدرتمند در اون کسی بود که نارنجک رو نساخت. اون کسی که تفنگ رو ساخت بر اون کسی که شمشیر داشت و تیرکمون داشت خیلی برتری داشت. و توسعه زمانی اتفاق افتاد که توسعه این آدمی که سلاح تفنگ رو ساخت، زمانی اتفاق افتاد که این توسعه رو این رو ساخت که تیرکمان نداشت و تونست اون آدم‌هایی که تیرکمان داشتن رو بکشه. یعنی کشتار بیشتری میتونست انجام بده. حالا میتونست در دستش، در کنارش 500 تا تیر داشته باشه، گلوله داشته باشه که
از دور 200 متری 500 متری اون دشمن رو بزنه، بکشه، کشتار بیشتری داشت. وقتی که اومد این مسلسل رو ساخت، این مسلسل دیگه تفنگ نبود، میتونست 1000 تا 10,000 تا 2 نفری 3 نفری 10,000 تا فشنگ رو ببرن اونجا بذارن و این یه لشکر 10,000 نفری رو که داره میاره، حالا یا تفنگ دستشون رو یا تیر دستشون رو بزنه بکشه. وقتی که اومد نارنجک رو ساخت، وقتی که اومد بمب رو ساخت، حالا بمب نمیدونم چند تونی 10 تونی میسازه. توسعه از اینجا رد میشه، از کشتن انسان ها رد میشه متاسفانه. و بعد صنایع جانبی خودش رو هم میسازه. اینجور نیست که سلاح فقط خود سلاح رو بسازه، نه، وقتی سلاح رو ساخت سلاح‌های جانبی، مثلا اتم رو، بمب اتم رو که ساختن، الان نیروگاه اتمی دارن، پزشکی اتمی دارن، داروهای اتمی دارن. اوف، بیا و ببین، یعنی مراکز اتمی دارن، مهندسان و متخصصان بسیار زیادی در زمینه‌های سیستم‌های اتمی دارن کار میکنن. حالا فضا میره، نمیدونم موشک‌های اتمی میخوان بسازن و اینا، که دیگه به جای اینکه مثلا از سوخت فسیلی و نفت و بنزین و نمیدونم گازوئیل و اینا استفاده بکنن، میخوان از سوخت‌های اتمی استفاده بکنن. الان در بسیار از مراکز از سوخت‌های اتمی استفاده میکنن برای تولید برق و اینها. در همین کانادا هم یه 4-5 تا حداقل، من تا اونجایی که میشناسم 4-5 تا مرکز اتمی هستش که برق رو دیگه از طریق سوخت اتمی تولید میکنه. حتی به آمریکا برق اتمی صادر میکنه، چون اضافه هستش دیگه، بیشتر میتونه صادر میکنه به آمریکا. نگاه کنید، خیلی ما تو این قضیه و این بازم برمیگرده به زبان. ملتی که کشتن رو از دست بده، کشتن و کشته شدن رو از دست بده، جسارت کشتن و کشته شدن از دست بده، از بین میره، اشغال میشه و تبدیل میشه به یه عده انسانهای تحت امر بدون اراده، مثل ما ترک‌ها در ایران، ما عرب‌ها در ایران، بلوچ‌ها در ایران. این هم یه بحثی بود که دوباره خیلی هم به بحث کتاب‌های ما ربط نداشت، ولی اندیشه بود که من دیروز داشتم در موردش فکر می‌کردم و بهش رسیدم که یکی از راه‌های اصلی توسعه انسان در تاریخ تکنولوژی کشتار بوده. هر چقدر تونستن بیشتر بکشن، توسعه بیشتری یافتن، قدرت بیشتری یافتن، قدرت تخریبی بیشتر، قدرت کشتار بیشتر، قدرت توسعه بیشتر، قدرت اشغال، قدرت سرمایه، قدرت مالی، قدرت فکری، قدرت فلسفی، قدرت مادی، مالی، رفاه، همه چیز مربوط. یعنی وقتی میکشید رفاه دارید، چون که منابع اون رو به دست میگیرید، رفاه پیدا میکنید، خاک اون رو میگیرید، سرزمین اون رو میگیرید، اون رو به بردگی میگیرید، براتون مفتی کار میکنن. ما الان از اونجا اومدیم اینجا، اونجا هم وضعیتمون خوب نبود، اینجا هم وضعیتمون خوب نیست، چون ما اینجا اومدیم برده هستیم. اینجا باید بریم به ارزان ترین ممکن کار، حداقل کار بکنیم. وقتی من اینجا اومدم کانادا، اومدم کرایه یه خانه 100 متری 120 متری 3 خوابه با یه سالن بود حدود $800. الان همون 3 خوابه هستش $3,000 $3,400 و درآمد ما اون زمان بود ساعتی $11 $12. الان هستش درآمد ما $17.20 فکر می‌کنم، حداقل درآمد الان $17 هستش، $17.20 فکر کنم باشه یا $17. و درآمد ما 2 برابر نشده، 1.5 برابر هم نشده. یعنی اگر $12 بود باید میشد $18. الان $18 نیستش، بشه 1.5 برابر رفته باشه بالا. ولی الان کرایه ها حداقل 4 برابر شده، مواد غذایی حداقل 4 برابر شده
ولی دستمزد ما اینجوری نشده و ما که مهاجرت میکنیم، اغلب ماهایی که مهاجرت کردیم در جامعه جدید با کمترین حالت ممکن زندگی میکنیم. درسته بهتر از ایران زندگی میکنیم، یعنی این حقیقت رو نباید این کار کرد. من احتمالاً ماشین دارم، زندگی دارم، هر از گاهی تفریح میرم و اینا، ولی در ایران ممکنه هم کسایی که از من تخصص بیشتری داشته باشن، کار بیشتری بکنن، هم نتونن اون استانداردی که من در اینجا زندگی میکنم رو اونجا داشته باشن. احتمالاً بیان اینجا همین استاندارد من رو 1-2 سال بعد، 4 سال بعد، 10 سال بعد به دست بیارن. ولی فرق نمیکنه، ما تحت اشغال اینجا هستیم الان. خب به هر حال از اینا بگذاریم. این کتاب ترکی هستش که من رو اینجوری بلبل زبان میکنه. اون فکر ترکی هستش در کتاب نهفته، اون اعتماد به نفسی که این کتاب‌های ترکی، آشنایی با کتاب‌های ترکی به ما میده. خیلی خوشحالم و الله متعال رو سپاسگزارم که امروز این فرصت رو داد من با این 3 کتاب تخصصی آشنا بشم و امروز یسر لی امری یفقه من لسانی، این قفل لسان من رو باز کرد و این 2 تا فکر رو که سالها باهاش روبرو بودم و الان برای من روشنایی بخشید رو با شما در میان گذاشتم. امیدوارم که مفید باشه. به امید دیدار در روزی دیگر، در روزگاری دیگر با